بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، یاوران و همراهان همیشگی برنامه سفره دل. امیدوارم که همون گونه‌ای که آب و هوا بهاری است، وضعیت روحی و روانی و ایمانی شما هم بهاری باشه و هر روزتون بهتر از دیروز باشه در دین، در ایمان، در باور، در اعتقاد، در رفتار و تعامل با دیگران. به هر حال بهار به ما یاد میده که یک کمی بشکفیم، یک کمی مثل بهار بشیم، یک کمی بهتر بشیم. از طرف دیگه ای هم فراموش نکنیم که باز یک جای دیگه ما یک حیات دوباره، زندگی دوباره هم خواهیم داشت. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا خدمتگزار شما خوبان و مهربانان باشیم. بنده سلیمانی به همراه عزیزان اتاق کنترل، محمد جان، احمد عزیز، رفیع، عبدالله، فرید، همه عزیزان سلامم زیاد میرسونن خدمت شما و سلام دارن خدمت همتون. حالا یه روز انشالله نصیب بشه این دوستان ما بیاریم جلوی دوربین شما ببینید جوانان رشید رو و الله رو شاکریم از اینکه باز این فرصت در اختیار ما قرار گرفت و باز هم الله رو شاکریم که بالاخره بعد از یک 3-4 برنامه‌ای که کمی درباره جن و جادوگری و سحر و جادو یک کمی فضای برنامه ترسناک شده بود، دوباره به حالت طبیعی و روال عادی خودش برگشت و بالاخره ما بعد از 4 هفته در این برنامه ان شاء الله بیاری الله متعال جناب دکتر نور محمد عمرا رو بار دیگر به همراه خودمون خواهیم داشت و دوری و فراق ایشون بالاخره ان شاء الله در این هفته تموم خواهد شد. امروز می‌خوایم به همراه شما بینندگان عزیز و جناب دکتر درباره یک موضوعی صحبت بکنیم، موضوعی که خیلی وقتها در اطرافیان ما، در بین اطرافیان ما اتفاق میفته و ما ازش غافلیم. اتفاقی که به هر حال یک حقیقت موجود در جامعه ماست و یک حادثه، یک اتفاق و یک انتخاب نادرست دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. ما زیاد به دلایلش کاری نداریم، به خود اصل موضوع میپردازیم و کم و کیفش و چگونگیش. موضوع دوری، موضوع فراق، موضوع یک درد خاموش، موضوع یک غم و حزنی که برخی از افراد جامعه ما پیش خودشون دارن و شاید ما تا به حال نیومدیم از دید اونها به زندگی نگاه کنیم، فقط ما اصل موضوع رو دیدیم، اصل مشکل رو دیدیم و چه بسا برخی از اونها رو ما مقصر میدونیم و میگیم خب حقشه دیگه، اشتباه کرد، تاوانش هم باید پس بده. امروز میخوایم با شما عزیزان در موضوع درد خاموش فراق صحبت بکنیم، در موضوع درد خاموشی که عده‌ای از عزیزان جامعه ما الله تعالی اونها رو مبتلا میکنه و آزمایش میکنه با بخشی از زندگی اونها در تعاملشون با همسرشون، در ازدواجشون. بعضیا حادثه اتفاقی سبب میشه تا همسرشون از دنیا بره. از دنیا رفتن همسر برای زن به این معناست که ایشون دیگه جامعه به دید دیگری بهشون نگاه میکنه و ایشون رو در اصطلاح عامیانه بیوه مینامند، یعنی کسی که شوهرش از دنیا رفته. سنم مهم نیست، در اصطلاح بیوه وقتی که بهش میگن بیوه دیگه سنم مهم نیست. خیلی از عزیزان فکر میکنن ما وقتی که اسم بیوه میشنویم یعنی حتما باید طرف 50 سالش باشه، 40 سالش باشه، 5-6 تا بچه داشته باشه بهش بگن بیوه. نه، چه بسا که دختر جوانی در سن 17 18 20 یا پایینتر بالاتر ازدواج میکنه، یک حادثه، یک اتفاقی سبب فوت همسرش میشه و اسم بیوه روی ایشون میمونه. یا در همچین شرایطی باز شبیه همین موقعیت اجتماعی برای عزیزان دیگری پیش میاد که در زندگیشون به هر حال به بنبست میرسن و به طلاق میکشه زندگیشون، بدون در نظر داشت این که حالا
کی مقصره؟ شوهر مقصره، خانم مقصره. ما کاری به اسباب طلاق و به هر حال مقصر دانستن یکی از طرفین نداریم. اما میخوایم راجع به خود اصل موضوع مطلقه، یعنی خانومی که طلاق داده شده بعد از اینکه طلاق واقع شد، حالا طلاق واقع شده و ایشون الان در جامعه بهشون میگن مطلقه یا زنی که طلاق داده شده، ایشون هم در جامعه الان هست. خیلی ها هستن در جامعه ما خانم هایی که طلاق گرفتن و یا طلاق داده شدن، حالا هر دو تعبیر، از همسر اولشون، و یا خانم هایی که همسر اولشون فوت کرده و موندن الان اسم بیوه‌شون هست. امروز میخوام درباره این دو بخش از جامعه که در بسیاری از موقعیت‌های اجتماعیشون، در بسیاری از روحیاتشون، حالاتشون، مشکلاتشون با هم مشترک هستن، به همراه شما عزیزان صحبت بکنیم. میخوایم از درد فراق و دوری بگیم، از این درد خاموش و مشکلات رو با شما عزیزان بررسی کنیم. جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز انشاءالله در این باب بیشتر صحبت خواهند کرد. من مقدمه رو فقط مطرح کردم و از طرف خودم و به نمایندگی شما عزیزان عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت سرور گرامی استاد بزرگوارمون جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. جناب دکتر عرض سلام و ادب و احترام و ابراز خوشحالی از اینکه بالاخره بعد از 4 هفته این افتخار نصیب شد که بعد از درد فراق ما شما رو در موضوع درد خاموش فراق داشته باشیم. بنده هم به نوبه خودم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و همه جوونا و نوجوانای دست‌اندرکار شبکه جهانی وصال حق و اتاق فرمان. و حقیقتش چند هفته‌ای که از شما دور بودم خیلی دلم هم برای شما و هم برای بینندگان تنگ شده بود و از اینکه باز فرصتی خداوند داد تا در خدمت شما و بینندگان عزیز باشم خیلی خوشحالم و امید هست که خداوند توفیق بده خب بتونیم در کنار هم در مسیر اصلاح و سازندگی جامعه گامی رو برداریم. در خدمت شما هستم. بفرمایید. خدمت از ماست جناب دکتر. اگر اجازه بدید ما مطلبمون رو با دید جامعه نسبت به این قشر از جامعه خودمون آغاز بکنیم. همونطوری که به هر حال بر هیچ کسی پوشیده نیست از افراد جامعه ما، متاسفانه دید جامعه ما نسبت به این خواهرانی که مطلقه هستن یا بیوه هستن اون دید شایسته‌ای که باید باشه نیست. در این باب اگر جناب دکتر بحث رو آغاز بکنیم به همراه شما و دید جامعه نسبت به این افراد نظرتون چه خواهد بود؟ متاسفانه جامعه ما به هر حال ما در یک جامعه قرار داریم که از نظر تربیتی اجتماعی و تربیت دینی و مرام دینی بسیار افت داریم متاسفانه. این هست که واقعا طلاق در جامعه ما به عنوان یک سونامی بسیار خطرناک مطرح است. کابوس زنان مطلقه یک کابوس بسیار دردناکی است برای جامعه و این جامعه هم متاسفانه خیلی به همونطور که الان شما نمیخواید تو برنامه به اسباب طلاق به صدا توجه کنید یا اشاره کنید، جامعه هم این اسباب و مسائل رو در نظر نمیگیره، تنها نگاه میکنه به زن مطلقه یا زن بیوه، زنی که یک بار تجربه ازدواج داشته و اون رو به عنوان یک میکروب، به عنوان یک ویروس، به عنوان یک معضله اجتماعی بهش نگاه میکنه و متاسفانه ازش بخواد سوء استفاده کنه. از یه طرف نیش هست و طعنه‌های اطرافیان هست و از یک طرف دید مردان گرگ صفت هست برای سوء استفاده از این قشر مظلوم، در واقع بیوه زنها و مطلقه ها میشه گفت که از مظلوم ترین و مستمن ترین اقشار یک جامعه هستند که متاسفانه حقشون ادا نمیشه. جامعه در قبال اینها کوتاهی میکنه، ظلم میکنه و در عین حال خانواده ها، فامیل ها، بنیاد خانوادگی هم در حق اینها خیلی وقتها جفا میکنه و اینجاست که
نقش یک جامعه، نقش مدنی جامعه بیشتر هویدا میشه، نقش رسانه و نقش برنامه‌های شما بیشتر میتونه پررنگتر باشه برای ایجاد یک راه حلی برای رسیدن به یک راه حلی در این زمینه، تا این دید منفی و این دید ظالمانه از این قشر مظلوم و ستم دیده برطرف بشه. انشاءالله. جناب دکتر اگر ببخشید من میون کلامتون، دوستان میگن که ما یک مشکل صدا داریم، اگر اجازه بدید ما یک برنامه کوتاه بگیریم انشاءالله که بتونیم این نقص فنی رو برطرف کنیم. باز در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم، انشاءالله که موضوع رو به همراه شما ادامه بدیم. با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان و عرض پوزش از مشکلی که پیش اومد. همچنان صحبت خودمون رو در موضوع مشکلات قشری از جامعه ما که خواهران و به اصطلاح خواهران مطلقه و خواهران بیوه هستن صحبت میکنیم. طبیعتا خب در بحث طلاق برادران هم هستن، اما غالبا مرد جماعت تو این مسائل زیاد به مشکل بر نمیخوره و چون زیاد کسی نگاه نمیکنه به پرونده قبلشون قدری که به خواهران نگاه کرده بشه. جناب دکتر در خدمت شما هستیم و شما اشاره فرمودید که بحث نگاه جامعه به طلاق به نحوی هست که هیچ نگاهی به گذشته اون نمیاندازن. آیا نگاه کردن به گذشته اون هم تأثیر خواهد داشت در نحوه دید ما نسبت به این فرد یا نه همه به یک چشم دیده میشه؟ به هر حال اگر به اصطلاح اطرافیان یا جامعه بفهمن که یک خانومی که طلاق داده شده مظلوم واقع شده، شوهر پیشیش به اصطلاح یک نوع آدم معتادی بود، آدم لاابالی بود، یعنی سوژه طلاق یک چیز دردآوری هست، اما وقتی که اتفاق افتاد خانم حق به جانب بود. در این زمینه مثلا یه مقدار بهش حق میدن، یه مقداری به اصطلاح شوم و نکبت بهش توجه نمی کنن، نمیگن که این شومی هست یا نکبت باری هست، به یک دیده به اصطلاح شفقت بهش نگاه میکنن، دلسوزانه. البته خود همین دید دلسوزی در این مرحله عمری دردآور هست. وقتی که یک خانمی نگاه میکنه که همه اطرافیان تا میبیننش زیر لبی میگن که ای بیچاره بدبخت شد، تو جوانیش بدبخت شد، نمیدونم زندگیش تباه شد، فکری به حالش بکنیم. همین دید دلسوزانه، همینی که من سرورم این نیاز به من داره، من کاری براش بکنم، ای کاش میشد کاری بکنم، این برای انسان خیلی دردآوره. همینی که احساس کنه که مثلا دیگران چنین دیدی براش دارن. این از یه زمینه. اما خب به هر حال تا حدودی حق به جانب هست. اما در حالتی که سبب طلاق مخفی است، افراد ازش اطلاع ندارن، همیشه متاسفانه جامعه در بسیاری از موارد زنها رو مقصر میدونه. زن قشر ضعیف، قشر به هر حال در جامعه ما طوری مطرح شده که انگار که کلفتوار بوده، چرا صبر نکرد، چرا تحمل نکرد، میسوخت و میساخت، زندگی این حرفا رو داره. همه اینا یه جوری انگار که تقصیروار زن هست. حالا اگر مشکل از مرد هم باشه چوبشو زن میخوره.
اینه که مثلا جامعه در این مثلا قضیه بسیار متاسفانه ظالم هست. در این قضیه به صورت عدالت رو در دید مردم ما نداریم. اینه که زن بیچاره بیشترین ضربه رو میبینه متاسفانه. اجازه بدید جناب دکتر درباره مشکلات صحبت بکنیم. اگر بخواید مشکلات رو بررسی بکنید، مهمترین مشکلاتی که این قشر از جامعه ما باش درگیر هستن، اینها رو اگه بخواید لیست بکنید چه مشکلاتی هستن؟ ببینید که خانومی حالا به هر سببی طلاق داده شد و این معضله متاسفانه در جامعه ما بسیار هست، بیداد میکنه. آمارهای بسیار وحشتناکی هست که مثلا در کل کشور، مثلا کشوری مثل ایران، از هر 100 تا طلاقش بیش از 20 تاش، از هر 100 تا ازدواجش بیش از 20 تاش منجر به طلاق میشه. در شهرهای بزرگ که فاجعه هست. در به اصطلاح تهران از هر 3 تا طلاقیش، هر 3 تا ازدواجش یکیش منجر به طلاق میشه. متاسفانه باز طلاق بیشتر در سنین مثلا اول ازدواج هست. بیشتر مردا در حدود به اصطلاح 25 27 سال 29 سال بیشترین آمار طلاق رو ما در این اعمار سنین جوانی داریم که به اصطلاح عیش زندگی است. همونه که به اصطلاح وقتی در جلسات پیش همیشه میگفتیم که گوله به اصطلاح ظاهری رو میخورن جوونا، عقلشون رو به کار نمیگیرن در قضیه ازدواج. یه دید و یه چشمک و یه تلفن و یک لبخند میگه آقا عاشق شدم و اون مراحل رو طی نمی‌کنن، مراحل به حساب دام افتادن، بعدش مسئله به اصطلاح شناخت قبل از ازدواج، بعد تصمیم جدی گرفتن که آقا بعد از اینکه شناختیم همه با وجود همه اون کوتاهی‌هایی که هست، با وجود همه اون جوانب منفی هست، من قبول دارم. با این وقتی به اصطلاح با یک ریتم درست میاییم. ببینید آقا سلیمانی، ما یه مشکل عمده‌ای که در جامعه داریم که میخوام که بینندگان عزیز بیان این رو با هم حلاجیش کنیم. ما وقتی میخوایم ازدواج کنیم میایم چی؟ با هم میشینیم میگیم که آقا ازدواج بر کتاب و سنت، بر اون مبنای کتاب و سنت، اون تا خواست خدا بود، جمع میشیم، خانواده ها جمع میشن، شناختی میشه، به اصطلاح به هر حال شیرینی خورونی میشه، کسی رو میاریم به اصطلاح یک به اصطلاح عالم دینی رو میاریم که یک عقدی رو ببنده و نام و ریتم زندگیمون، آغازمون آغاز خوبی هست. همیشه هم میگیم که بر مبنای خواست خداوند متعال و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما ازدواج میکنیم. اما وقتی تو زندگی میاد، زندگی رو بر مبنای عشق و عاشقی و خیالات خودمون میکنیم. تو زندگیمون نه کتاب خدا هست نه سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بعدش میایم در طلاقمون که اصلا هم کتاب خدا رو میندازیم کنار، هم سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو پایمال میکنیم. دقیقاً طلاق ما یک طلاق جاهلی هست. بعدش که چوبش رو میخوریم میایم باز داد بیداد میکنیم که خدایا به داد ما برس. یعنی حتی ایمانمون به قضا و قدر شده یه نوع شوخی برداری. وقتی که الان اتفاق افتاد یک زنی طلاق داده شد، بیوه شد، الان این زن ببینید که چه ضربه هایی بیشون میرسه. مشکلاتش رو ببینیم از جانب عاطفی، جنبه های عاطفیش مشکلات داره، از جنبه های اجتماعی که مشکلاتش داد و بیداد میکنه، از جنبه های اقتصادی و مادیش این هم براش خیلی مشکلات بار میاره. از جمله جنبه های مثلا اقتصادیش، خب قبل از این یک خانه بود، یک نونآوری برای خانه بود، به هر حال حتی اگر نونآور ضعیف بود، حتی اگر شوهر درآمد خوبی نداشت، همین وجود کیان خانواده، بنیاد خانواده یه بنیاد رحمت و برکت هست. اگه خانواده نتونه به اصطلاح سرپناه درستی داشته باشه، وجود پدر خودش سرپناه هست. زیر یک خیمه میتونه این خانواده زندگی کنه، زیر سایه درختی میتونه گذران کنه. اما وقتی که پدر از این خانواده برداشته شد، سایه شوهر از سر این خانم برداشته شد، این دیگه خیلی معضله هست. الان این خانمه اگر بخواد مثلا حتی اگر وضع اقتصادی نرمالی داشته باشه، بخواد یه خونه اجاره کنه، اولین حرف اینه که آقا زن بیوه است،
همسایه‌ها اعتراض میکنن روی صاحبخونه که آقا به زن بیوه نده خونتو، برای محله ما بدنامی داره. زنای همسایه همه بسیج میشن میرن پیش زن صاحبخونه که نکنه که زن بیوه رو بیاری تو منطقه زندگی ما رو به هم بزنی. خب این یه معضله است. اگه وضع اقتصادی اصلا نرمالی نداشته باشه، این که یه معضله حادتر که حالا از کجا به اصطلاح مصاریف خانواده رو تأمین کنه، زن باید بره دنبال کار. علاوه زنی که اگر عمری ازش گذشته باشه که باز بدتر، توانایی کار نداره، وقتی هم بره زنی که تو دیروز از وضع اجتماعی بسیار مرموقی برخورد بود، خانواده محترمی بود، الان باید بره ظرفشویی کنه، لباسای همسایه و مردم رو بشوره. خب تو هر خونه ای که میره باز اهل خونه به چشش نگاش میکنن و این یه معضله است. میخواد اگر سن و عمری نگذشته باشه که این باز معضله تر، که همه افراد، همه خانم‌هایی که این در خونشون رو بزنه به عنوان یک ویروس و یک وبا بهش نگاه میکنن که این اومده حتما شوهرم رو میخواد به اصطلاح ازم بدزده. میبینید که حتی تو منطقه اگه بچه داشته باشه، خب منی که میخوام کمکش کنم، افراد جامعه که میخوان به بچه‌های یتیم کمک کنن، خدای ما این یتیمن، دست کشیدن رو سر یتیم عبادت هست، اجر و پاداشش رو ببین. رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند که انا و کافل الیتیم که هاتین، هر کسی که تکفل یتیم رو بکنه من و اون با هم وارد بهشت میشیم. حتی همین خانم‌ها وقتی که این حرفا رو میشنون به هم دیگه توصیه میکنن، دلشون رحم میاد. اما وقت اجراش که شد، شوهرش میخواد به یه یتیم برسه، زن داد میزنه نه 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 نشه که به بچهای فلانی برسی. چرا؟ چون این بچه ها مادر دارن. خب مادر داشته باشن، خب این شوهر من اگر رفت به این بچه ها رسید، خب دلش نرم میشه، بعدش به فکر این میفته که خب از سرپرستی یتیم به سرپرستی مادر یتیم من برسم. اون وقته که باز خونه زندگی من یک شیطان و وسوسه هاش جای خودش، به اصطلاح فشارهای اقتصادی که روی این خانواده هست جای خودش. بیاییم از فشارهای عاطفی حرف بزنیم که این که باز واویلاست. اگه مادر از اون خانومه که بیوه شده، حالا یک انوثتی داره و یک نیازهای عاطفی خودش رو داره، یک وظیفه‌ای داره که وظیفه مادری هست، الان در داخل خودش با یک جنگ و ستیزی روبروست که آقا من ازدواج کنم بچه هام چی میشن، بچه هام رو نگاه دارم، خودم رو چطور کنترل کنم. این یک معضله هست. معضله دیگه ای که هست، خب نگاه جامعه بهش، جامعه چطور بهش نگاه میکنه. هم مردم به اصطلاح جامعه، مردای جامعه، خیلی از مردا گرگ صفتن، تا میبینن که به اصطلاح یه زنی بیوه شد یا مطلقه شد فکر میکنن که خلاص افتاد تو دستشون، تو چنگشون، شیطان هم که وسوسه‌شون میکنه. اصلا خود بیوه شدن یک یا مطلقه شدن یک ضربه بسیار مهلک عاطفی هم هست. کسی که تا دیروز همراهی داشت، همنشینی داشت، در یک فضای عاطفی معینی زندگی میکرد، حالا درسته که خونه مشکل داشت که مشکل به اصطلاح به طلاق منجر شد. ببینید 90% از خانم‌هایی که خودشون طلاق میخوان، خودشون میان هی میگن که منو طلاق بده، از این معضله به اصطلاح نجات پیدا کنم، من بدبختم، فلانم، علانم، زندگی بدون شوهر بهتره واسم. بعد از مدتی که ازشون میگذره، وقتی که ازشون میپرسن میگن که ای کاش این مشکل برای ما پیش نمیومد. ضربه عاطفی که بر زن مطلقه وارد میشه بسیار ضربه مهلکی هست. قضیه همون قضیه تعبیر قرآنی است که قرآن کریم وقتی میگه که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، که اونا برای شما مثل لباسند و شما واسه شون مثل لباس هستی، این لباس پاره شد، این لباس دور انداخته شد. الان همون مرد احساس میکنه که عریان شده، باید دنبال پوشش باشه، هم زن احساس عریانی میکنه، احساس میکنه که دیگه الان همه جامعه دارن به اون نگاه میکنن، همه جامعه دارن عورت اون رو میبینن، حالا عریان شده به معنای کلمه. اما حکایت اینجاست که متاسفانه تنها 10%
از زنهایی که بیوی میشن یا متعلقه میشن به صورت طلاق داده میشن 10%شون شانس ازدواج مجدد پیدا میکنن، 90%شون نه. در مقابل مردا این شانس رو بیشتر دارن. بیش از 70% از مردایی که زناشون رو طلاق میدن یا زناشون رو وفات میکنن اینو ازدواج میکنن. اون 30% هم که ازدواج نمیکنن اونها موارد بسیار استثنایی است. مریضه، خیلی پیر و فرسوده است یا یک وضعیت روانی خاص خودش رو داره. واسه اینه که مشکلات زنای مطلقه بسیار مشکلات حادی هست. زن متعلقه زنی هست که بیشترین بار فشار اجتماعی بر اون وارد میشه. جامعه به صورت یک به اصطلاح نگاه ابزاری بهش نگاه میکنه. سرپناه درستی نداره، نه سرپناه عاطفی و نه سرپناه مادی که به اصطلاح بتونه به اصطلاح سرپناه اجتماعی داشته باشه که جامعه به عنوان یک زن محسنه بهش نگاه کنه. واسه همینه که خیلی از زنهای مطلقه جایی میرن یا از فرار میکنن از دید جامعه، جایی که میرن ادعا میکنن که یا شوهرشون سفر رفته، نیست، مرده، اما نمیخوان بگن که شوهر به اصطلاح طلاقشون داده. چون که طلاق داده شده یعنی چی؟ یعنی یک مهر باطل شده زندگی روش وارد شد، یه مهر سرخ رنگ گنده رو صورتش که همه دارن این رو میبینن، همه دارن دیگه اشاره میکنن که میدید خانم فلانی و شوهرش طلاقش داد. حالا سبب چی بود؟ مهم نیست. مهم اینه که این زن طلاق داده شد. یعنی چی؟ یعنی این زن مشکل دار هست. خب مشکل دار هست. مردای به اصطلاح که دنبال زن هستن، حتی اگه 70-80 سالش هم باشه، زن مطلقه است، نه منو بذار، من دنبال مشکل نمیگردم، میخوام ازدواج کنم که استقرار داشته باشم. تو میخوای با یک زن مطلقه؟ آقا اگر به مشکل نداشت که طلاقش نمیدادن. خب این حرف مرداست. الان اگر ما بیایم تو خیابون از جوونا و پیرا و اینا بپرسیم که آقا شما حاضرید با یک زنی که طلاق داده شده ازدواج کنید؟ اگه بچه داشت چی؟ اصلا انگار که زن مطلقه شد یه زنی که به اصطلاح بیماری پیسی داره، تا نزدیکش بدی این وبا میگیردت. زنای اطرافیان اینطور بهش نگاه میکنن نکنه که شوهر ما رو بدزده. مردای به اصطلاح عفیف و مردایی که دنبال زندگی و آرامش هستن ازش فرار میکنن که فکر میکنن که مشکل داشته. در عین حال باز خودش هم حتی اگه جامعه بهش این گونه نگاه رو نداشته باشه، خودش در خودش شکسته است. یعنی که در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اومده است که کسرها طلاقها، یعنی طلاق زن رو تو خودش میشکنه، در خودش شکسته است، تو محیط خانواده خودش هم شکسته است. حالا که طلاق داده شده کجا میخواد بره؟ میخواد بره خونه پدریش. تو همین خونه ای که این دختر خانم نازی بود، ارزش داشت، گل خونه بود، وقتی هم ازدواج کرد با یک شوق و شوری ازدواجش دادن، نمیدونم زندگیشو ساختن. در ایامی که ازدواج کرد با شوهرش، با بچه‌هاش که می اومد تو خونه مهمون بود، عزیز بود، نور چشم بود. الان که سایه شوهر، همین شوهری که اصلا کلا از این خانواده بیگانه است، سایه اینی که تا دیروز بیگانه بود اومد خودی شد، الان دوباره برداشته شده از سر این خانم. این خانم چی شد؟ سربار این فامیل، نیشا و طعنه‌های اطرافیان، خواهرها، برادرها، پدر مادر. خب وقتی هم میاد تو خونه حیرانن چه کارش کنن، نگهش دارن، بدنامی، به دنبال به اصطلاح شوهر براش بگردن، بدنامی، حتی دنبال شوهر دوم براش ازدواج مجدد براش باشن، خودش در خودش فکر میکنه که میخواد از سر من خلاص بشه. خود بعضی از خانواده‌ها که هنوز توش جاهلیت هست احساس میکنن که چطور ما اجازه بدیم که ازدواج مجدد کنه؟ زنی که یک بار ازدواج کرده دیگه عیبه که باز تو عقد یک مرد دیگه ای در بیاد. این فشارهای به اصطلاح خانواده. تازه اگر کسی برای ازدواج مجدد اومد، خانواده هم راضی شد، باز مشکل بچه ها میمونه. خودش از یه طرف زیر فشار هست که بچه هم چی میشن؟ بچه هم کلفت یه مرد دیگه میشن کلفت یه خانواده دیگه میشن.
از یه سو باز فشار اون شوهر جدید هست که من خودتو میخوام بگیرم، بچه‌هات که نمیخوام. خب از یه سو خود بچه‌ها اگر رشد کردند و عمری دارن، خب باز راضی نیستن که مادرشون باز زنی شخص دیگه ای بشه. همه اینها در کنار اون مشکلات روحی روانی و تنهایی و احساس به اصطلاح عاری بودن، اینا همه این زن رو تو خودش به اصطلاح له میکنه. در این جامعه ای که به هر حال طلاق یک چیز سختی هست، یک چیز تلخی هست، یک جایز هست، درسته، یک راه حل هست و یک راه حل استثنایی. خب برای جای اینکه ما بیایم زندگی رو یا افراد رو تلف کنیم، خداوند متعال یک راه حل استثنایی گذاشته که این قضیه طلاق هست. این طلاق صورت گرفته، الان اسبابش چی بوده یا نبوده، جامعه باید با این واقعیت، همونطور که خانواده ها باید با این واقعیت کنار بیان و به هر حال یک مشکلی به وجود اومده، الان با این مشکل باید عاقلانه فکر کرد، نه ظالمانه. نه حق کسی رو، یک انسانی رو حالا طرف 20 سالشه، 30 سالشه، 40 سالشه طلاق گرفته، تا هم که به اصطلاح عمر بالاتر میره نیاز به همسر بیشتر از در انسان. تا شخصی که به اصطلاح ازدواج نکرده، خب تنهایی براش چندان سخت نیست، اما همین که ازدواج کرد ریتم زندگیش اصلا کلن عوض میشه، شخصیتش کلن عوض میشه. الان تنهایی براش خیلی دردآوره. الان این تنهایی که صورت گرفته باید دوباره به یک به اصطلاح جمعی و در یک قانون خانوادگی دوباره جمع بشه تا این به اصطلاح مشکلات از سر این افراد و خانواده ها و به خصوص قشر زن برداشته بشه. جناب دکتر، شما در صحبتاتون بیشتر روی این موضوع تاکید داشتید که مشکلات اصلی که این قشر از جامعه ما باش درگیر هستن دید منفی جامعه نسبت به اونهاست. خب جرم این خانمی که شوهرش فوت کرده چیه که جامعه باید اینجوری ظالمانه نسبت به اون قضاوت بکنه؟ یا اینکه آیا هر طلاقی که صورت میگیره مگر نشان از این داره که حتما دختر یا حتی پسر یا یکی از دو طرف حتما باید مقصر بوده باشن، حتما یکی از این دوتا یک ریگی تو کفشش بوده یا حتما یکی از این دوتا آدم بدی بوده که اینها طلاق دادن؟ چرا جامعه همچین برداشتی باید داشته باشه؟ متاسفانه این برداشت جامعه یه برداشت بسیار ظالمانه است. اینی که یک طلاقی در یک خانواده صورت میگیره یعنی اینی که دوتا واسه هم بافته نشدن، واسه هم ساخته نشدن، اینا نتونستن با هم کنار بیان. اینی که نتونستن کنار بیان این معناش این نیست که اینا آدمای بدی هستن. شخصیتاشون مختلف، دو تا شخصیت مختلف با هم جمع شدن، دو تا شخصیتی نتونستن با هم کنار بیان و افراد در جامعه شخصیت‌های مختلف دارن. یک کسی هست، مثلا یه مردی هست که صفتش صفت پدرانه است، یه مردی هست که در وجودش پدریت برش غالب هست، همیشه میخواد که افرادی که تو خانواده‌اش هستن امر و نهی اون رو بشنون، مثل اون به اصطلاح حرکت کنن، خواست اون باشه، اون بهشون به اصطلاح ببخشه، لطف کنه. خب این فرد این شیوهش هست، این زندگیش هست، این مرامش هست. در مقابل ازدواج میکنه به خانومی. خانم اصلا خود خانم حس مادریت توش هست، میخواد که همه زیر دست اون باشن، میخواد به اونا رو بگیره و بغلشون کنه و نازشون کنه، حتی اون شوهرش رو میخواد مثل بچهش داشته باشه. این نمیشه، این دوتا با هم نمیسازن. خب. یا نمیدونم مرد ازدواج کرد میخواد که یه خانواده‌ای داشته باشه که این خانمش مال خودش خانم خانه‌دار باشه. در مقابل اون همسرش در یک فضای اجتماعی بار اومده که اون فضای کارمندساز هست. خانواده‌ای که بوده مادرش کارمند بوده، خالش کارمند بوده، همه کارمندن، خودش میخواد کارمند باشه. یعنی دو تا دوست میخوان در کنار هم زندگی کنند. زندگی دوستانه زیاد رو عمر نداره. ما دو تا دوست با هم تو کلاس درس تو خوابگاه با هم هستیم، 2 روز هستیم، روز سوم دعوامون میشه، هر یکی میریم اتاقمون عوض میکنیم. زندگی خانوادگی زندگی تار و پود هست، یکی تار میشه، یکی پود میشه، یک بنیانی رو با هم میسازیم. زندگی دوستانه نیست که دو دوست کنار هم رسیدن، یک مصلحت‌های مشترکی دارند، کنار هم
زندگی کردن، مصلحت و منفعت تموم شد، اینا از هم جدا میشن. درس میخوندیم، تو خوابگاه بودیم، با هم بودیم، درسمون تموم شد، شما رو به خیر، ما رو به سلامت. در خانواده اینطور نیست. در خانواده دو تکه به اصطلاح مکمل همدیگه با هم جمع میشن که با امکان نداره از هم جدا بشن. حالا اشتباهی صورت گرفت، طرف بچه میخواد، همسرش بچه نمیخواد، طرف بچه میخواد، همسرش نازاست. خب خیلی هستن که نازاییشون یک حالت به اصطلاح بیماری هست، علاج داره، یک حالت روانی هست، درمون داره. همینی که این زن این شوهر طلاقش داد، رفت جای دیگه ازدواج کرد، بچه دار میشه. این خیلی اتفاق افتاده، اتفاق هم میفته. بس مشکلاتی هست، در حالی که مشکلاتی سر راه به وجود میاد، با هم نمیسازن. این طرف بافت شهری هست، این بافت روستایی هست، با هم نتونستن بسازن. بافت اجتماعی های مختلف هست، فکر کرد مثلا طرف خانمش همچین سردار منش هست، این آقا فکر میکرد که مثلا میخواد زن بگیره، دیده که آقا شوهر گرفت، با هم نساختن، از هم جدا شدن. اینی که اینجا کسی که مثلا با فلانی نساخت، معناش این نیست که با علانی نسازه. با زید درست نبود، با عمرو میتونه درست باشه. به اصطلاح اخلاق من با فلانی نمیخوره، با کسی دیگه میخوره. جناب دکتر صحبت از زید کردید، من رو بیاد زید ابن حارثه پسرخوانده رسول صلی الله علیه و سلم و تنها صحابی که نامش در قرآن ذکر شده انداختید و جریان همسرش زینب دخترعمه رسول صلی الله علیه و سلم. اتفاقا اون دو بزرگوار هم که به هر حال هیچ شکی در ولی بودن اونها نیست که هر دو از اولیای الله تعالی هستند که زینب بعدها افتخار این نصیب شد که ام المؤمنین لقب بگیره و همسر رسول صلی الله علیه و سلم بشه، و زید هم تنها صحابی که اسمش در قرآن به نیکی یاد شده و پیامبر علیه السلام همیشه از اون به عنوان محبوب خودش یاد میکرد. بین زید و زینب هم این اتفاق افتاد، یعنی بعد از 1 سال از ازدواجشون حدوداً نتونستن با هم زندگی بکنن و به طلاق کشید جریان. دقیقاً. و این طلاق نه عیبی بود برای زید و نه عیبی بود برای زینب. زینب از یک قشر اجتماعی خاص از قریشیان و خب دیدش به زید که به اصطلاح یه غلام آزاد شده بود، خب مختلف بود، وضعیت اجتماعیشون به هم نخورد، به اصطلاح قضیه مسائل عاطفیشون با هم نخورد، از هم جدا شدن. خیلی طبیعی. وقتی که جامعه تربیت شده بود، این مسائل حل بود. ازدواج بر مبنای رضایت خداوند بود، زندگی بر مبنای رضایت خداوند بود، طلاق هم بر قوانین الهی صورت گرفت. هیچ مشکلی به وجود نیومد، زندگی ادامه پیدا کرد، نه بد و بدگویی شد، نه تهمت و افتراعات اومد، هیچی از این قضایا رو ما نداشتیم. چرا این قضایا تو جامعه ماست؟ مشکل ما اینجاست که ما تربیت اجتماعی درست نداریم. تربیت دینیمون که وضعش افتضاح است. وقتی میخوایم ازدواج کنیم، چون راه حل ازدواج تا هنوز به عرف جامعه ما عرف دینی هست، میریم دنبال به اصطلاح کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، چون که ما میخوایم که 2 تا بیگانه رو با هم جمع کنیم و واقعا هم معجزه است. 2 نفری که با هم اصلا از هم جدا بودن، بیگانه بودن، نامحرم بودن، حق نداشتن به هم دیگه دست بزنن، به هم دیگه نگاه کنن، به هم دیگه، الان میان یک کیان واحد رو تشکیل میدن. در این فضا فضای آرامش میشه. در این فضا نه تنها فرد با یک خانم ازدواج میکنه یا خانم با یک آقا، یک محیط اجتماعی بزرگ تشکیل میشه. این مادر این همسر براش محرم ابدی میشه. حتی اگر همسرش رو طلاق داد یا وفات کرد، این مادر واسش مادر هست. خب پس ما یک کیان درست مثلا با که بر مبنای قرآن و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درست کرد. بعدش ما میایم که اشتباهمون این است که در مسیر زندگی قرآن و سنت رسول خدا رو یادمون میره. میاییم بر مبانی و عادات و رسوم جاهلانه خودمون به همون میچرخیم. بعدش هم که یه دعوایمون میشه، یه مشکلی به وجود میاد، میایم سر کره هم رو میشکنیم و از هم جدا میشیم. جدا شدن یعنی اعلام جنگ، یعنی بدنام کردن همدیگه، دروغ گفتن بر همدیگه،
خانواده ها به هم دیگه به اصطلاح دروغ و بهتان زدن. دو تا خانواده ای که تا دیروز عزیز و خوب برادر و هم دیگه بودند، الان دیگه آبشون توی جونه میره، نمیتونن توی شهر زندگی کنن، نمیتونن توی محله چشم دیدن همدیگه رو ندارن. این همه مشکلاتی است که ما در واقع خودمون اینا رو درست میکنیم. مایی که نتونستیم راه و رسم درست زندگی رو یاد بگیریم، اینجاست که دیگه وقتی این مشکلات و معضلات به وجود میاد هنوز نمیدونیم که کجا بریم. یه مشکلی به وجود اومد، الان این باید ما رو یک زنگ خطر تو ما نشون بده، به صدا در بیاره که آقا راه و رسم چی هست؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فرمول الهی، کسی که تقوا و پرهیزکاری خداوند رو پیشه کنه، خداوند حتما راه گشایشی براش به وجود میاره. تقوا رو پیشه نمی کنیم، راه گشایش میخواد، امکان نداره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، تقوا رو پیشه نمی کنیم، رزق و روزی میخوایم، نشد. ما باید همون راه و رسمی که خداوند برامون معین کرده، تقوا رو اگر پیشه کردی، راه و رسم زندگی درست برات میاد. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، کسی که از فرامین و دستورات الهی رو گردان بشه، خب بدبخت میشه، باید هم بدبخت بشه. راه رسم فطرت رو میذاری کنار، به اون به اصطلاح کج راه میری، خب تو دره میفتی، چیز طبیعی است. شکار کنیم فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. قبل از این آیه اول بود که راه رسم رو نشان میداد که هر کسی که پیرو فرامین من باشه، هر کسی که راه رسم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو بگیره، فلا یضل ولا یشقی، نه گمراه میشه نه بدبخت میشه. اصلا اگه ما بدبخت شدیم، احساس بدبختی کردیم، مشکلمون توی ایمانمون هست، مشکلمون توی فهم درستمون از فرامین الله و رسولش هست. برگردیم به سوی خدا و رسولش، حتما خوشبخت میشیم. جناب دکتر، حالا اگر ما خودمون برگردیم باز به بخشی از مشکلاتی که ناشی میشه برای این قشر از جامعه، یک بخشش که خب برمیگرده به دید غلط جامعه که شما اشاره بهش فرمودید و جامعه هرگز حق نداره لحاظ شرعی و انسانی و اخلاقی همچین دیدی نسبت به این افراد داشته باشه. اما یک بعد دیگری برمیگرده باز به خود فرد، یعنی خواهری که مثلا مطلقه میشه، تا حدودی میبینیم که خودش هم انگار که میپذیره برخی از این تصورات و دیدگاه ها رو. این مشکل از کجا ناشی میشه؟ چرا همچین حالتی بهشون دست میده و چطور میتونه با این حالت مبارزه بکنه؟ تا خودش قدمی بر نداره، حرکتی نکنه، چطور انتظار داشته باشیم که بقیه نسبت به ایشون دید مثبتی داشته باشن وقتی خودش میپذیره این دیدهای منفی رو نسبت به خودش؟ ببینید، یک زن مطلقه در واقع یک زنیه که ضرب فنی شده. یه زنیه که حتی اگر همون زنی که تا دیروز داد میکشید آی منو طلاقم بده، طلاق بده، طلاق میده، میزنه تو سر شوهرش که طلاق بده گیره، اینم وقتی که کلمه طلاق رو میشنوه محکم میخوره بزنه. درسته که بعضیاشون مثلا خودشون رو به روی خودشون نمیارن، خنده‌ای هم میزنن، میگن که در هر، حتی اگر زندگیش جهنم باشه، خب شاید هم شادی بکنه در ظاهر، خب وقتی که سرش رو میذاره روی بالین تنهایی، اونجاست که دیگه اشک گرمش، اشک داغش بر گونه‌هاش جاری میشه و از اینی که تنها شده، از اینی که حتی همون لباس زشت از تنش کنده شد، حتی همون لباس زمختی که بد و نکبت بود ازش کنده شد. ببینید حتی وقتی که جالب است، وقتی شما میایین میبینید که یه خانومی میاد میناله که چی؟ شوهرم میخواد که زن دوم بگیره، ازش بپرسید که خب شوهرت چه تو آدمی هست؟ میگه که خیلی آدم بدجنسی هست، خیلی آدم اخمو هست، خیلی آدم نمیدونم چی فلان هست. یک لیست طولانی 200 موردی در مورد بدیهای شوهرش به شما میده. بعد وقتی میگه خب شد که زن دوم میگیره، الان این 200 به اصطلاح مورد بد که روی کله شما بود الان تقسیم میشه. حداقل یه روز که پیش شماست این موردها رو باید، این بدی‌ها رو تحمل کنی، یه روز که پیش شما نیست راحت میشی، پس چرا تحمل نمی‌کنی؟ باید خوشحال میشدی. اما میبینیم نه، یک مسائلی هست که وسوسه‌های داخلی ما هست که ما داغ میکنیم،
عقلمون از کار میفته و تصرفاتی رو انجام میدیم. اما واقعیت امر خیلی خیلی تخت‌تر از این هست. این زن وقتی که به اصطلاح کلمه طلاق رو شنید، یه ضربه فنی محکم شد. بعد یه ضربه دیگه که از جامعه میبینه، وقتی که چشمای مردم اون رو به اصطلاح زیر نظر میگیره، وقتی که گرگایی که تو جامعه هستن اون رو زیر نظر میگیرن، جایی که کار میکنه مردایی که اونجا هستن هی خودشون رو بهش نزدیک میکنن و شروع میکنن. تا دیروز جرئت نداشتن باهاش حرف بزنن، تا دیروز جرئت نداشتن به چشم بد بهش نگاه کنن. چرا؟ چون احساس میکردن که سرپناهی داره، پوششی داره. الان احساس میکنن که این پوشش از تنش بیرون شده، الان آری هست، لخت هست، اوریان شده. الان هر چشم بدی به سویش به اصطلاح نگاه میکنه. در این حال از چشم ارزش جامعه میفته. جامعه شروع میکنن به خب کسایی هم که میان در خونهش به اصطلاح میخوان که ازدواج کنن باش، ببینید چه افرادی میان. دختره 25 سالشه، طلاق داده شد، یا حداقل مثلا تو عقد کسی بود، خیلی وقتا هست که قبل از اینکه ازدواج بکنه تو عقد و خواستگاریش به هم میخوره. تا به هم خور یک علامت استفهام بزرگی روش میاد که چرا به هم خورد؟ حتما دختره مشکل داشت. الان اگر کسی واسه خواستگاریش بیاد کی هست؟ بالا 80-70 سالیا، یا نمیدونم کسی که برای زن دومی میخوادش، یا کسی که از نظر زندگی در آرامش کامل هست، میبینه دختر خوشگیری هم هست، خوشتیپ هم هست، کارمند هم هست، میخواد یه موتور دیگه ای اصلا تو موتور اقتصادی دیگه در کنار خانواده‌اش داشته باشه، یکم آرامش داشته باشه. پدر پولداری داره، پدر از وضعیت اجتماعی خوبی برخوردار، از کسی که به اصطلاح میخواد که از این فضای این به اصطلاح دختر استفاده کنه. یعنی کسایی میان دنبالش که قضیه به اصطلاح مادی براشون مهم است، سوء استفاده ابزاری براشون مهم است، قضیه اینچنینی. خب این خودش یک به اصطلاح ضربه فنی دیگه هست. ضربه های نیشتبان های اطرافیان این خودش باز یک ضربه هست. خودش احساس اضطراب میکنه، اضطراب نفسی و روحی روانی داره، اضطراب وجدانی داره. یه مدتی به اصطلاح اول که این حادثه براش به وجود اومد همچین اصلا باور کردنی براش نبود. واقعا من طلاق داده شدم، واقعا این اتفاق افتاد، میخواد که اصلا انکار کنه، میخواد که بگه که این قضیه اشتباه بوده. اصلا بعد رو خودش عصبانی هست، روی جامعه عصبانی هست، روی اطرافیان عصبانی هست. خانواده اگه بخوان به فکرش باشن عصبانیه که میخوان منو از سر خودشون جدا کنن. به فکرش نباشن باز میناله که اصلا کسی به فکر من نیست، من دارم غرق میشم، فلان میشم. یک نوع دچار یک نوع استرس و اکتئاب میشه، نمیتونه، زندگی براش بی‌معنا میشه، نه خوشی براش خوشی هست، نه غم براش غم هست، شروع میکنه آدم بی‌حوصله‌ای میشه، اصلا زندگی بی‌معنا میشه. مدتی که گذشت کم کم دیگه دچار یک نوع استقرار میشه. الانه که بیهوش اومده، انگار دقیقاً طلاق مثل یه پتک هست که میخوره به سر زن. یه مدتی همچین گیج هست، نمیدونه که چه اتفاق افتاده و چی اتفاقی خواهد افتاد، از آینده ترس داره. وقتی که گیچیش به اصطلاح تموم شد، 2-3 ماهی گذشت، عده‌اش تموم شد، اون وقتی که میاد کم کم به این فکر میفته که بله واقعا یک اتفاق افتاد. الان اگر بچهای بزرگ داره باز مشکل هست، چطور ازدواج کنه با داشتن بچه، و شانسش هم کمتر میشه، شانس به اصطلاح ازدواج مجدد. اگر هنوز جوون هست شروع میکنه باز لباسای شیک میپوشه، خودش رو آرایش میکنه، در جایی که میرسه تو مجلسی حرفای قلمبه سلمبه جذب کننده میزنه. امروز فهمید که این روش حرف زدنش اشتباه بود، مردم زیاد توجه نکردن، فردا عوضش میکنه. 1001 نقش بازی میکنه تا بتونه یک ازدواج به اصطلاح مجدد داشته باشه. خب آرزوش هست که یک جوونی بیاد، اما این آرزو براش طولانی نمیشه. یه چند وقتی میبینه که نه بابا جوونا به فکر دختر هستن، دختر باکره. اینجاست که باز به فکر میفته که زن دوم، سوم، چهارم کسی دیگه بشه. خب باز میبینه که حتی این هم براش مهیا نیست. جامعه از بسیار تجدید فراش وحشت داره، واهمه داره، فرهنگ سازی نشده. در واقع یک معضله هست. این زن بیگناه هست،
زنی است که به اصطلاح مظلوم واقع شده. حالا شاید هم یک گناهی ازش سر زده، مشکلی بوده. حالا اگه کسی یه مشکلی که داشت، یه اشتباهی ازش صورت گرفت، این دیگه معناش این نیست که ما زندگی به گورش بکنیم. ببینید در جوامع جاهلی، در بعضی از ملت‌های بسیار متخلف، در فیلم‌های هندی و اینا می‌بینید طرف تا شوهر وفات میکنه، زن هم میگیرن همراه شوهرش یا دفنش میکنن یا میسوزوننش یا میکشنش. به هر حال یعنی رفتن شوهر به معنای مرگ زن. متاسفانه در جوامع جاهلی ما این هم داره اتفاق میفته. مردم ما هم داره همین کارو میکنن، زنده به گور کردن مطلقه. حالا زنده به گور کردنش درسته که قبری نمیکنن بندازنش تو، اما از نظر اجتماعی دارن زنده به گورش میکنن. فرصت ازدواج بهش نمیدن. خب نه اینه که به اصطلاح مردا این جرأت رو کردن که بیان. ببینید واسه همینه که من میگم هر جا دیدید آقایی اومده ازدواج مجدد کرده، 2 تا خانم، 3 تا خانم، 4 تا خانم داشته، این رو برید دستش رو ببوسید. این یکی از اولیاء الله هست. نگید که آقا این به خاطر نمیدونم رسیدن به شهوتش این ازدواج رو کرده. این حرف چرنده، حرف بیهوده است. ببین کسی که یک ازدواج کرد، خب حداقل به اصطلاح تأمین عاطفیش برآورده شده است. حتی اگر مشکل هم داشته باشه تو خونش، به گونه ای چندگی داره. وقتی میاد ازدواج مجدد میکنه، یعنی این عقل بزرگی داره، عاطفه و عقل و شعورش درد جامعه رو حس کرده، میخواد که سرپناه یک انسان دیگه باشه. حالا اگه در این میان قضایای به اصطلاح زیبایی براش مطرح بود، قضایای مال و زندگی، این قضایای زیبایی و مال و زندگی و وجاهت اجتماعی برای کی مطرح نیست؟ همه انسان‌ها میخوان که یک زنی داشته باشن پولدار باشه، یه زنی داشته باشن خوشگل باشه، یه زنی داشته باشن که نمیدونم از نظر اجتماعی مرموق باشه. همه اینو میخوان. این بنده خدا اگه اینو به اصطلاح به صراحت به زبان آورد که گناهی نداره، اما این رو نگاه کنیم که چیکار کرد. یک معضله بزرگ اجتماعی رو حل کرد. در حل به اصطلاح مشکل یک خانواده، یک فامیل سهیم شد. شما که رفتید به ازدواج مجدد کردی، یعنی چی؟ نه تنها یک انسان رو از پرتگاه هلاکت و منحرف شدن نجات دادید، جامعه رو از پرتگاه هلاکت نجات دادید. اگر در یک محله یک زن بدکاره باشه، چی اتفاق میفته؟ نه تو اون محله دختر سالم میذاره، نه پسر سالم، نه خانواده سالم، اصلا کل اون محله رو بدنام میکنه. خب این جای خودش، خود اون فامیلی که این دختر به اصطلاح توش، دختر مطلقه یا بیوه یا به اصطلاح امروزی ما ترش کرده مونده، کل اون فامیل درد دارن. کل اون فامیل عقلشون، مخشون تو درد اینه که این مشکل این دختر این خانمه چطور حل بشه. شما وقتی اومدید پیش قدم شدید و این مشکل رو حل کردید، چه عبادت بزرگی رو انجام دادید. اینه که همیشه میبینیم افراد سودجو، افراد حسود، افراد بدجنس، اینا میان روی به خانواده هایی که ازدواج دوم کردن، بسیار وسوسه شیطان هست، میان اینا رو بدنام کنن، قصه ساختن، مشکلات اینا تو کدوم خانواده مشکل نیست. چرا ما بیاییم مشکل کوچیک یک خانواده‌ای که به اصطلاح یک شخصی که اومده یک خدمت بزرگ رو به جامعه ارائه کرده، ما بیاییم این رو بزرگش کنیم، این رو نمیدونم زیر انگشتامون ببینیم، هر جا حرف اون از فلانی 2 زنه، فلانی نمیدونم چی میدونید زن اولش چیکار کرد، زن دومش چیکار کرد. در این مسیر خب افرادی هستن که اشتباه میکنن، افرادی هستن که ظلم میکنن، بله اتفاق میفته، اما درصدشون چقدر هست؟ چرا ما زندگی‌های موفق رو نمیبینیم؟ چرا زندگی‌های موفق و حرفای زندگی موفق رو نقل مجلسمون نمی‌کنیم؟ فقط فلانی چون یک اشتباهی ازش صورت گرفته این رو باید گندش کنیم. کسایی که در این زمینه کار میکنن و بدنامی درست میکنن، اینو باید بدونن اینا ابزار شیطان واقع شدن. اینا دارن جامعه رو به فلاکت میکشن، اینا دارن در فساد جامعه سهیم میشن متاسفانه. خیلی ممنونم جناب دکتر. اگر اجازه بدید میان برنامه ببینیم. من تو این بحث‌های آخر شما
دو سه تا موضوع، دو سه تا سوال دارم و میدونم که خیلی از بیننده های عزیز من هم این سوالا شاید در ذهنشون خطور کرده باشه. در بحث های آخری که شما داشتید من به لبخندی فعلا در این بخش اکتفا کردم تا باشه اصل موضوع در قسمت بعدی بعد از میان برنامه. تا اینجا فکر نمی کنم که هیچ کدوم از شما بینندگان عزیز با ما در این موضوع مخالف باشید که یا موافق نباشید در این موضوع که واقعا این قشر از جامعه ما قشری هستند که جزئی از پیکره جامعه ما هستند. به هر حال این خواهران به هر حال خواهر منه، خواهر شماست، خواهر یکی دیگه است، یکی از جمع ماست و یکی از ماها هست و اینها هم به هر حال یا اگر شوهر فوت کرده یا اینکه طلاقی صورت گرفته، همیشه هم به این معنی نیست که طلاق نشان از بد بودن یکی از دو طرف داشته باشه. الزاما حتما باید بگیم نه حتما این مشکلی بوده. نه، مثالی رو که جناب دکتر شرحی دادن درباره‌اش زینب و زید پسرخوانده رسول صلی الله علیه و سلم و ام المؤمنین زینب قبل از اینکه همسر رسول صلی الله علیه و سلم بشه همسر زید بود و طلاق گرفتن از هم. یا مثال ام کلثوم و رقیه دختران رسول صلی الله علیه و سلم که در ابتدای رسالت پسران ابولهب اونا رو طلاق دادن، البته قبل از ازدواج در دوره نامزدی، و بعدها رقیه باز ازدواج کرد با سیدنا عثمان. ولی ام کلثوم حتی تا هجرت به مدینه منوره تا 2 سال بعد از ورود به مدینه منوره هنوز ازدواج نکرده بود. یعنی این مسائلی هست که باز دوباره ازدواج کرد، باز با سیدنا عثمان رضی الله عنه. در بین صحابه هم این اتفاقات زیاد افتاده، حتی درباره کسانی که شوهرانشون فوت کردن و اینکه چه کار کردن بقیه رسول صلی الله علیه و سلم و بقیه چه برخوردی با اونها داشتن. اجازه بدید میان برنامه ببینیم، برگردیم ان شاءالله در این موضوعات باز بیشتر صحبت خواهیم کرد. فقد أضعت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با موضوع درد خاموش فراق. واقعا یک درد خاموشه فراق از همسر، به هر حال چه طلاق باشه موضوع و چه فوت باشه، و درد خاموشی هست که خود این عزیزان بیشتر آشنا هستن با این درد و ما هم وقتی میتونیم این موضوع رو درک بکنیم که خودمون رو بگذاریم جای اونها. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ما پیامبر علیه السلام فرمود که ایمان شما کامل نمیشه مگر اون لحظه‌ای که آنچه که برای خودتون میپسندید
برای دیگران هم بپسندید. و نقطه عکسشون چه که انسان برای خودش نمیپسنده برای دیگران هم نپسنده. اگر هر کدوم از ما چه برادران چه خواهران خودمون رو بگذاریم جای اون خواهری که به هر حال طلاق داده شده، گذشته دیگه، هر چی بوده تمام شده، به هر حال چه مقصر بوده چه نبوده و لازمش هم این نیست که همیشه مقصر بوده باشه. با اینکه اصلا در جریان فوت همسر هیچ نقشی هم انسان نداره و به دست انسان هم نیست و هرگز هم هیچ خانمی دوست نداره که فضای گرم خونه‌اش و فضای آرام صمیمی خانواده شوهرش فوت بکنه و بیوه بشه. اما این اتفاق میفته. حالا این اتفاق افتاده و ما اولا که دید ما نسبت به این افراد باید دید متفاوتی باشه نسبت به اون چیزی که متاسفانه در جامعه ما هست و به هر حال یک تجربه است، یک آزمایش از طرف الله تعالی برای این عزیزان اتفاق افتاده و چه بسا که شاید این اتفاق فردا این آزمایش برای یکی از عزیزان ما هم اتفاق بیفته که نزدیکتر از اون به ما هستن یا شاید همین الان هم در خانواده ما یک افراد از این افراد کسانی هستن. این که متاسفانه بیایم بشینیم و بگیم که نمیدونم تو شوهرت فوت کرد، خب دیگه تو همینجوری بختت همینجوری شوم بوده و نمیدونم دیگه همین بس یک بار ازدواج کردی، یا اگر سبب طلاقی بود و سبب شد زندگی انسان به طلاق بکشه باز بیایم و هی سرکوفت بزنیم و به هر حال اینطور شد و اونطور شد. لازمش نیست که انسان همونجوری که جناب دکتر فرمودن اگر در زندگی اول انسان دچار مشکل شد حتما با فرد دیگری هم دچار مشکل میشه، علاوه بر اینکه مشکلات فراوانی رو باز به دنبال خواهد داشت. بیشتر در این موضوع صحبت خواهیم کرد. وظیفه ما در برابر وظیفه جامعه و حقوقی که این افراد نسبت به ما دارن با جناب دکتر نور محمدی و من. جناب دکتر عرض سلام مجدد. دوست دارم که در این باب بیشتر صحبت بکنیم چه حقوقی دارند این قشر از جامعه، این قشر مظلوم از جامعه برگردن دیگر افراد جامعه. زن مطلقه، خب زن بیوه که خب شوهرش وفات کرد و رفت، یک حقوقی بر شوهر داشت که این حقوق رو خداوند متعال در قضیه میراث روشن کرده بهش پرداخت داشت میشه. در قضیه حقوقی که بر شوهرش داره زن مطلقه، خداوند متعال یک قانون مشخصی نگذاشت که مثلا هر کی شوهرش رو زنش رو طلاق داد اینقدر بهش بده. یه مهریه هست، خب اون مهریه پرداخت میشه. غیر از مهریه یک اخلاق والایی رو خداوند متعال این رو دین قرار داد. فرمودند که للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. واجبی که بر متقیان قرار داده اینه که با زنهای مطلقه به شیوه نیکو برخورد کنن. شیوه نیکو فرق میکنه از هر یه انسان به انسان دیگه. حالا این کسی که مثلا زنش رو طلاق میده، عقد کرد زنش رو طلاق داد، هنوز ازدواج هم صورت نگرفته، ازدواج کرد 2 سال بعد طلاقش داد، ازدواج کرد 60 سال بعد طلاقش داد. خب اینی که 2 سال بعد طلاقش داده، خب یک زن جوونی هست، وضعیت اجتماعیش حالا چی هست نمیدونم، از روستایی تا شهری، از نمیدونم جامعه مرفه تا جامعه پایینتر فرق میکنه. خب بر مبنای عرف جامعه باید بهش برسه، اونم باید به معروف باشه، یعنی چیزی باشه که در عرف قرآنی بهش بگیم که به انسان بسیار نیکویی بود، مردونگی کرد، زنش رو طلاق داشت، حالا سببش هر چی بود اما بهشون رسید، نگذاشت که به اصطلاح دستشون پیش کسی دراز باشه. اما اگر مثلا عمری ازش گذشته، این خانومی که 30 سال زندگیش رو با شما طی کرده بود، این الان کجا میخواد بره؟ نه باید سرش خانواده‌ای مونده، هر که مرده، هر که نمرده هم مونده، به هر حال تو سرش تو کاسه خودش هست و اصلا به هر حال این خانم اصلا از برنامه زندگی اون خارج هست. 30 ساله که این زندگی مستقری داشته و بدور از ما بوده. خب الان شما باید به اصطلاح متاع بالمعروف اینجا معناش خیلی گسترده تر میشه. سرپناهش رو تهیه کردن، خونه سرپناهی، وضع اقتصادی، یه چیزی که به هر حال این مادر بچه‌هات هست. مادر بچه‌هات نباشه، بچه نداشته باشی، به هر حال شریک زندگی طولانی هست. این در مقابل این اخلاقاً و قرآناً شوهر وظایفی داره که به اصطلاح انجام باید بده. قبل از این البته هنگام ازدواج خب
یک به اصطلاح در هنگام طلاق خداوند متعال یک قوانین بسیار زیبا و بسیار سازنده‌ای قرار داده که اگر طلاق اول هست یا دوم هست حق ندارید که به اصطلاح اون رو از خونهش بیرون کنید. ببین حتی تعبیر قرآنی نمیگه که شما حق ندارید از خونه‌تون اون رو بیرون کنید. تعبیر قرآنی میگه لا تخرجوهن من بیوتهن، حق نداری اونو از خونهش بیرونش کنید. یعنی این خونه ای که الان درسته که مال توی شوهر هست، این خانم این خونه بوده، این خونه در واقع مال اون هست، حق نداری این رو از خونهش بیرون کنی. حتی در عرف ما وقتی میخوایم به اصطلاح از بپرسیم که آقای سلیمانی خانواده شما چطور هستن، نمیگه همسرت چطور هست، میگیم خانواده چطورن، اهل خانه چطورن. انگار که این خانه با به اصطلاح با همسر این با هم یه چیز هست، یک به اصطلاح سرپوش واحد هست، یک پناهگاه واحد هست. اینه که قرآن میفرمایند که لا تخرجوهن من بیوت، این حقوق اساسی و ابتدایی هست که تو خونه باشه. حتی وقتی که طلاق داد شوهر میره بیرون میاد، درسته که طلاق داده نمیخوادش، اما خب هر دفعه اومدی سلامی میکنه میره بیرون، سلامی میکنه میاد داخل، تو خونه میبیندش، هنوز با هم محرمیت دارن، محرمیت قطع نشده، در هر لحظه میتونه بهش برگرده. یعنی قرآن نمیخواد که یک بنیاد خانواده از هم گسیخته بشه. حالا شد اتفاق افتاد، اینجاست که باز متاع بالمعروف مطرح میشه برای شوهر که بهش برسه. یه حق خود زن بر خودش داره، اینه که یه اتفاقی صورت گرفته، این رو باید قبولش کنه، خودش رو داغون نکنه، خودش رو برای یک زندگی مجدد یا یک زندگی نوین آماده کنه. با یک واقعیت جامعه اتفاق افتاده، با این واقعیت بسازه، دنبال کار باشه، دنبال ازدواج مجدد باشه، دنبال تربیت فرزنداش باشه، دنبال ساختن خودش باشه، خودش رو داغون نکنه. الان وقت اون نیست که بیاد به اصطلاح حرفای بد بگه، دروغ بگه، افترا بگه رو شوهرش. اصلا حق نداره که اصلا رازهای شوهرش رو فاش کنه، همونطور که شوهر حق نداره رازهای شما با هم بودید، یک کیان واحد رو تشکیل میدادید، الان از هم جدا شدید، از هم همه به اصطلاح ریز و درشت همدیگه خبر دارید، حق ندارید دهن رو جایی به اصطلاح باز کنید. قرآن کریم میفرماید لا تنسوا الفضل بینکم، شما با هم یه خوبیایی داشتین، این فضل و خوبی که در بین همدیگه داشتین این رو یادتون نره. خب به هر حال یک اتفاق افتاد، الان شما با این وضع بسازید. یک حق و حقوقی داره بر چی؟ بر خانواده و اطرافیان و خیشان. خیشان باید با این وضعیتی که به وجود اومده کنار بیان. اگر میدانی هست و فضایی هست برای صلح و آرامش و زندگی به اصطلاح تجدید زندگی هم برش گردونن به شوهرش، این وظیفه رو باید انجام بدن، در این راه تلاش کنن. مشکل چی هست؟ مشکل قابل حل هست، حلش کنن. بیماری هست، علاجش کنن. طرف معتاده، خب برید درمانش کنید. معتاد که دیگه یک بیمار هست، خب بیمار هم که راه حلش نیست که یه سنگی بزنی بکشیش، راه حلش اینه که دنبال درمانش باشی. خب مشکل خاص دیگه داره، مشکل اخلاقی داره، مشکل نمیدونم چی داره. این مشکلات رو باید اطرافیان با هم بشن و حلش کنن. این مشکلات نشد، حل وجود نداره، خب در فکر به اصطلاح ازدواج مجدد این خانومی که تو این فامیل به اصطلاح اومد در فکر باشن. همونطور که دیروز دختری بود در فکر ازدواجش بودیم، امروز که بیوه شد هم، امروز که مطلقه شد هم باید در فکر ازدواجش باشیم. چرا؟ چون که این نیازهای عاطفی داره، این نیازها باید برآورده بشه. به خصوص خانومی که یک بار ازدواج کرده یا آقایی که یک بار ازدواج کرده متأهل بوده، این براش زندگی مجردی بسیار بسیار شاق و به اصطلاح هزینه ساز هست. این رو باید در فکرش باشیم تا اولا جامعه و محیط خودمون سالم بمونه، ثانیاً به ایشون هم خدمتی کرده باشیم یا که به اصطلاح جامعه‌ای رو، یک خانواده‌ای رو بهش رسیده باشیم. در ثانی خود کل جامعه در مقابل این وظایفی داره. همه جامعه ما الان مثلا در کشوری مثل ایران آمار میاد حرف میزنه از 6 میلیون زن مطلقه.
حالا خودمون تصور کنیم واویلاست، یعنی چیزی اصلا انسان وقتی روش فکر کنه دیوونه میشه. کشوری که 80 میلیون جمعیت داره، حالا از این 80 میلیونش چند تاش خانم هستن، چند تاش به سن ازدواج رسیدن. از این آمار وقتی بیایی بگی که 6 میلیون مطلقه، این واقعا فاجعه است. خب تو این جامعه ما چطور باید برخورد کنیم؟ این جامعه ببینید، بیاید من یک مثال ساده بزنم که قضیه برای بعضیا که نمیخوان قضیه رو هضمش کنن روشن بشه. تصور کنید ما بلیت به اصطلاح اتوبوس گرفتیم، از زاهدان حرکت کردیم میریم کرمان. تو این دشت برهوت دیدیم که یه اتوبوس پیش از ما اومده زده به یک کوه. خب به کوه زده که گناه که دیگه از کوه نمیشه. خب حتما رانندهش خواب بوده، حتما نمیدونم تو این اتوبوس آقا اینا با هم جنگ و دعوا داشتند، آقا یه کاری میکردن، به هر حال این تو اتوبوس از دست در رفته و خورده به اصطلاح کوه. این مشکلی بوده خلاصه. یک مشکلی به وجود اومده و این مشکل خودش بیانگری این هست که این به اصطلاح کسایی که تو این اتوبوس بودن اینا گناهکار بودن. کوه که نیومده به اینا بزنن، اینا به کوه زدن. خب الان تو این دشت برهوت کسی نیست، ما رسیدیم، اتوبوس ما هم پر از مسافر است، هر کسی بلیت خودش رو داده، پول خودش رو داده، روی صندلی خودش نشسته. الان ما 50 نفر هستیم تو این اتوبوس، 50 نفر زخمی و افتاده هم رو جاده است. الان اگه من بیام بگم آقا به من چه؟ من روی صندلی خودم نشستم، این صندلی هم که پولش رو دادم، هزینه‌اش رو دادم، من حاضر نیستم این کسی دیگه رو اینجا تحمل کنم. خب چه خواهد شد؟ این اصلا تصورش رو بکنیم. دقیقاً همین حالت رو ما در جامعه با زنهای مطلقه و بیوه داریم. اینجاست که نیاز هست همه ما تو این اتوبوس بلند شیم، هر یکی از ما بیاییم آقا اگر کسی رو میتونیم جای خودمون بشونیم، نمیتونیم آقا هممون تو اتوبوس وایسیم تا این اتوبوس 50 نفری بتونه 100 نفر رو تحمل کنه تا به شهر برسیم. خب این کاریه که ما حتما خواهیم کرد. اگر نکنیم اصلا هر کسی خودمون از خودمون متنفر میشیم، احساس میکنیم که ما از انسانیت هیچ بویی نبردیم. الان اگر دقیقاً این دید رو ما در جامعه خودمون داشته باشیم خیلی از مشکلات حل میشه. جناب دکتر، حالا تا همین بحث عوض نشده، من تو همین موضوعی که شما اشاره فرمودید قبل از صحبت میان برنامه می‌خواستم همین موضوع رو مطرح بکنم. الان ما در بحث بدون شک خب بحث مطلقه وقتی که مطرح میشه، شما در مثلا ایران رو مثال زدید که ما بیشتر مشکل طلاق داریم و در افغانستان مثلا ما بیشتر مشکل بیوه شدن رو داریم به خاطر جنگ‌های 3 دهه گذشته و این مشکل در هر دو تا کشور مشهود بر نحوی. حالا بحث ازدواج یکی از راه حل‌هایی که مطرح میشه اینه که به هر حال این قشر از خواهران جامعه رو برادران به فکر ازدواج باشن. و مسئله اولی که باز مطرح میشه، خیلی وقتها خب برای ازدواج اول آقایون شاید تمایلی نداشته باشن و نظرسنجی هایی که میشه به هر حال یه دی هستن هنوز هم براشون فرق نمیکنه که ازدواج اولشون مطلقه باشه بیوه باشه، شخصیت براشون مهمه و وضعیت موقعیت اجتماعی و فردی مهمه. اما میمونه به بحث بیشتر کسانی به سراغ این افراد میرن و این قشر میرن که یک بار ازدواج کردن. الان در بحث ازدواج دوم این مرد با یکی از این به هر حال افراد این قشر بیوه یا مطلقه، مشکل اصلی خانم دیگه ایه که به هر حال قبل از ایشون اومده تو خونه. الان مشکل این خواهر وجود یک خواهر قبل از ایشون و الان این مشکل خواهرها برمیگرده باز به خود خواهرها و اینه که خواهر دیگه تحمل نمیکنه. حقیقتش گفتنش اینه برای من و شما جناب دکتر آسونه، ولی در میدان عمل کمتر خواهری اجازه میده به شوهرش که بره و ازدواج بکنه، حتی با یک مطلقه و حتی با یک بیوه. اون که بره با یک دوشیزه ازدواج بکنه که اون سایه‌اش که با تیر میزنه اون به جای خودش. اینی که شما فرمودید ما باید بریم دست کسی رو ببوسیم که رفته 4 بار ازدواج کرده، این رو مگر اینکه مخفیانه انسان جلوی غیر از به هر حال خانمای دور و بر بره کسی دستش پیدا کنه ببوسه، خبر بشن که سر ما رو با ملاقه و کفگیر میشکنن. دقیقاً. البته من یه نکته رو اشاره کنم. وقتی که ما این حرف رو میزنیم، من به بینندگان عزیز بگم
این آقا سلیمانی که جلوی روی شماست، این اولا جرأت این رو نداره که زن دوم بگیره و این حرف رو من هم اینجا نمیگم که به اصطلاح برای ایشون بازاریابی کنن. دوما به اصطلاح وقتش رو هم نداره. تا جایی که من از استاد سلیمانی خبر دارم ایشون وقت این رو ندارن که سرشون رو بخارونن. پس این حرف ما واسه به اصطلاح اصلاح جامعه هست، مفهوم دیگه‌ای در نظرمون نیست. من جناب دکتر یه لحظه اجازه بفرمایید که من به عنوان به هر حال اینجا من باید نمایندگی بکنم از خواهرانی هم که نشستن و برای اونم حق دارن. این حرف اونهاست، بدون تعارف این حرف اونهاست. این حرفشونه که اگه هم یاران تلفن‌ها رو ما باز بکنیم صداشون رو بشنویم، یقینا این صحبت رو از زبان خودشون میشنویم. ما میگن خب مگه فقط شوهر من تو جامعه مونده که برای این اتوبوس رو کمک بکنه؟ فقط اتوبوس ما از کنار این اتوبوس رد میشه، هیچ اتوبوس دیگه تو این جاده نیست که اونا بیان کمک بکنن. فقط شوهر من باید بره فکر یتیما و بیوه ها و مطلقه ها بشه. این همه مرد تو جامعه چرا بقیه نمیرن؟ چی جواب میدید شما؟ دقیقاً این حرف درستی هست. و اگر خانومی ببینید، اگر خانومی اومد و گفت که من میخوام که شوهرم یه زن دیگه بگیره، خب من اصلا روی این خانم اولا شک دارم که این خانم نرمال باشه. عادتاً امکان نداره انسان به هر حال که فطرت انسانی هست که من شوهر دارم دیگه بذارم شوهرم یه زن دیگه بگیره. منی که یه مرد در اختیارم هست این مرد بشه نیم مرد. این رو فطرت انسانی به طور عموم قبول نمیکنه. خب پس چطور انتظار دارید بپذیرید؟ این چه وقت مطرح میشه و چه وقت این فطرت رشد میکنه و به این مرحله از آگاهی میرسه؟ همونطور که گفتم که وقتی که یک آقای اومد و زن دوم گرفت یا سوم و چهارم باید دستش رو بوسید. من میگم هر خانومی که اجازه داد شوهرش زن دوم و سوم و چهارم بگیره باید به اصطلاح کفشش گذاشت رو سرش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این خانم اومده از اون مقدار از رشد و آگاهی در مفاهیم عبادی رسیده که دیگه الان میخواد ایثار کنه، میخواد خودگذشتگی کنه. میدونه که این ازدواج مجدد شوهرش واسش دردسرساز هست. ممکن نیست که دردسرساز نباشه. الان مثلا تو روزنامه‌های چند روز پیش اومده بود که آقایی در ریاض ازدواج مجدد کرد. خانمش 10,000 ریال همراه با نمیدونم یک موبایل نمیدونم گلکسی 6 و نمیدونم فلان و فلان چیز بهش هدیه داد. این حالتهای استثنایی هست و این بیانگر یک رشد آگاهی و عبادی در این خانم هست که این خانم باید اکرام بشه. همیشه هم خواهرها این رو بسیاری مسائلی هست که مسائلی تنها قضایه به اصطلاح خواستن نخواستن ها نیست، یک قضایه انسانی هست، یک قضایه روحی روانی هم هست. من اصلا نمیتونم باور کنم و این امکان هم نداره که طرف بیاد ازدواج مجدد بکنه و زن دوم بتونه جای زن اول رو تو قلب اون فرد اشغال کنه. این امکان نداره. چرا؟ کسی که شما اومدید ازدواج کردید، زنده جوونیت رو با اون بودی، روزای اول دوستی و محبت و شناخت زن رو با اون سپری کردی، ازش بچه دار شدی یا نشدی، به هر حال ابتدای عشق با اون شروع شد. هیچ وقت کسی نمیتونه جای اون رو بگیره مگر اینی که خود اون زن اول جایش رو خالی کنه تا بتونه جای زن دوم جاشو بگیره. واسه همینه که من میگم خانم هایی که به اصطلاح شوهراشون رو تشویق میکنن برای ازدواج مجدد و هدفشون رسیدن به رضایت خداوند هست، هدفشون عبادی هست، هدفشون اصلاح جامعه و رفع جزئی از مشکلات جامعه هست، اینا زن نیستن، اینا ملائکه هستن، فرشته هستن، باید اینا قدردانی بشه. خب در این حال اون خانم هایی که به اصطلاح شوهراشون رفتن و ازدواج مجدد کردن، ازشون اجازه نگرفتن یا به زور یه جوری به اصطلاح تحمیل شد بهشون، این خانم ها هم بیان عاقلانه فکر کنن. شما بین دو در این مسیر قرار دارید. این مسیر
مسیر این است که شما الان یه شوهر داشتی، الان شد نیم شوهر. نیم شوهر بهتره یا بدون شوهر بودن؟ ببینید وقتی ما بار اول این حرف رو میشنویم، این هم یه صدمه هست، یکی به اصطلاح ضربه فنی هست که به زن وارد شده. اینجاست که خیلی وقتا خانم‌ها غیر عاقلانه فکر میکنن، داد و فریاد را میندازن، میخوان آبروریزی کنن، غیرت مرد به جوش میاد، طلاقش میده، بعدش میزنن رو سر خودشون. همون گفتیم که طلاق یه فاجعه است و یک ضربه بسیار مهلک هست بر حتی بر زنی که آرزوی طلاق داره، حالا چه برسه به زنی که یک نوع استقراری داشت. الان این بهتره که در کنار این زن دوم، هوویی که به اصطلاح بهش میگن هوو، در واقع خواهر هست، در کنار این با این بسازیم و یک کیان، یک خانواده بزرگتر رو تشکل بدیم در عشق، در به اصطلاح در خوبی، در مروت، در انسانیت. این بهتره یا بیاییم که زندگیمون رو تلخ کنیم؟ تلخ که کردیم، شوهر که اصلا هدف نیکویی داشت، هدف این داشت که به اصطلاح یا شاید یک جزئی از نیازهای عاطفیش برآورده نشد، خواست نیازهاشو برآورده کنه، نمیدونم خواست وجاهت اجتماعی کسب کنه، خواست نمیدونم به مال و ثروتی برسه، هر چی تو ذهنش بود، در عین حال خواست یکی معضله اجتماعی رو در حلش سهیم باشه. این شوهری که میخواد همچنین کاری رو بکنه، شما بیایید این رو از دستش بدید یا زندگیشو داغون کنید تا مجبور بده شما رو طلاق بده یا شما رو ولتون کنه یا نه بهتون سر بزنه، حداقل با شما بد بشه. این بهتره یا با این بسازیم؟ یعنی عقل سالم میگه که آقا یک واقعیتی به وجود اومده، ما با این واقعیت کنار بیاییم. به وجود نیومده، در جامعه معضله هست. شما خانم یه لحظه خودتون رو بذارید جای این خانمی که شوهرش طلاقش داده یا شوهرش وفات کرده. این حادثه ای که برای ایشون به وجود اومد، برای هر یکی از ما امکان داره به وجود بیاد. و وقتی که من حاضر نیستم نونم رو با همسایم تقسیم کنم، چه انتظار دارم فردا که من گرسنه شدم همسایم هم به تکه نونی به من برسونه؟ خب یکم واقع بین باشیم. الان یک مشکل اجتماعی هست، در هر خانواده‌ای نگاه کنیم، هر خانواده‌ای رو بپرسیم آقا چند تا بچه داری؟ 7 تا، 5 تا دختر 2 تا پسر. چند تا بچه داری؟ 10 تا، 9 تا دختر 1 پسر. نه آمار این یکی از پدیده‌های جهانی است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این رو اصلا اشاره کردند که بله در آخرالزمان بعضی خواهد شد که برای هر 50 تا زن یک مسئول و یک سرپرست میشه. وقتی که ما داریم جامعه به این سو میره، الان ببینید در همین محیطی که ما زندگی میکنیم، در افغانستان ما هی جنگ بود و مردا کشته شدن، زنای بیوه و زنای موندن. در تاجیکستان همین معضله رو داریم، مردا دنبال کار، زندگی به اصطلاح فلاکت، جوونا از کشور دارن فرار میکنن دنبال لقمه نون، کسی که مونده زنا هستند. آمار بسیار وحشتناک. در ایران که همین و الان داره بدتر هم میشه، الان که به اصطلاح نظام سیاسی ما میخواد به اصطلاح جوانای ما رو بفرسته تو عراق، تو عراق که دیگه اونجا حلوا پخش نمیکنن، تو سوریه و تو یمن حلوا تقسیم نمیکنن، جوانای ما رو میفرستن اونجا، 4 نفر میکشن، بعد خودشون هم کشته میشن. خب در مقابلش چی؟ در مقابلش به اصطلاح این فوج عظیم زنهای بیوه هست. خب مسئولیت اینا با کیه؟ وقتی من اون مثال رو تو صحرا زدم، گفتم که ما این دیگه غیر از ما تو این جامعه کسی نیست. اگه من حاضر نشم از خود گذشتگی کنم، همسام حاضر نشه از خود گذشتگی کنه، حالا کیه؟ تو این فامیل ما، تو این به اصطلاح محله ما وقتی یه زن بیوه شد، حالا این زن بیوه رو کی میشناسه؟ مگه همین 20 خانواده ما نیستن؟ اگه شوهر من نره، شوهر مریم خانم باید بره. اگه شوهر مریم خانم نره، شوهر زینب نره، شوهر فاطمه نره، کی میخواد اینو بگیره؟ خب وقتی نگرفت یعنی چی؟ یعنی ما یک بمب به اصطلاح در حال انفجار در اینجا داریم. حتی اگر این خانم عفیف باشه، خانم بتونه خودش رو نگه داره و بیشتر خانم‌های ما عفیف و خود نگهدار هستن الحمدلله، اما زبانهای لق مردم رو میخوای چی کار؟
یه مثال بسیار زیبایی که چند وقت پیش اتفاق افتاده بود در جده عربستان سعودی، یه قصه بسیار زیبایی اتفاق افتاده بود. یه خانم مدیر مدرسه، خانومی هست ازدواج نکرد. ایشون چیکار کردن؟ به اصطلاح همکاراشون معلما گفتن که ما می‌خوایم در گوشه از مدرسه یک نمازخانه درست کنیم. حالا هر یکی از شما 500 ریال بدین، این نمازخانه برپا میشه. خب مقداری آدم همین خانم‌ها به اصطلاح بخیلیشون شد و پول ندادن. ایشون چیکار کرد؟ یه حیله کرد. حیله زنا هم تو این حیله ها با عرض معذرت خیلی ماهرن. ایشون اومد یه چند روز غیبت کرد. بعد از چند روز غیبت آرایش کرده خودش اومد مدرسه. همه معلمان اومدن، خیره بیمار بودی فلان بودی؟ گفت نه، حقیقتش اینه که من با شوهر یکی از به اصطلاح همکارمون ازدواج کردم. کی؟ شوهر کی؟ همه الان خودشون شک دارن که نکنه شوهر من بود. گفت والله بی کسی نخواهم گفت. من تنها یک به اصطلاح کار میکنم، اینه که هر کسی میاد صبح زود که میاد سر دفتر امضا میکنه که ورودی شد، من اونجا ایستادم، 500 ریال میذاره. این 500 ریال رو اگه من ورداشتم این شد هدیه ازدواج من، یعنی من با شوهر اون ازدواج نکردم. هر کسی که این 500 ریالش رو ور نداشتم، یعنی که به هر حال ما هوو شدیم، مبارکمون باشه. بعد از روز بعد هم معلم ها می اومدن یه 500 ریالی میذاشتن، یه امضایی میکردن، دلهوره وحشت زده که این الان پول رو ور میداره یا ور نمیداره. تا ور میداشت خوشحال میشدن، بغلش میکشیدن، میبوسیدنش، این هدیه ازدواجت مبارک باشه تبریک میگن، تبریک میگفتن. تا همه این کار شد. 2 تا از معلم سفر بودن نیومده بودن. همه این معلمای مدرسه خوشحال شدن، الحمدلله که بلا رو خونه من نیومده. همه الان منتظر اون 2 تا هستن که سفرن، که اینا تا بیان ببینیم که این بیچارا چی شدن. تا اونا اومدن اینا بهشون اطلاع دادن همینجور دلسوزانه که یکی از شما 2 تاست دیگه، حالا کسی نیست. یکیشون اومد پولو پرداخت کرد، اون گرفت، باز خوشحال شد، اون رو بوسید و تبریک گفت. دیگه همه فهمیدن که این شوهر فلانی است که به اصطلاح فلانی بیچاره رو رفتن دلداری دادن بهش، تا رسید دلداری دادن، صبر استقامت کن، اشکال نداره. همچنین همه وقتی که مشکل مال کسی دیگه بشه همه میشن دایه دلسوزتر از مادر. دایه به اصطلاح دلسوزتر از مادر. بعد ایشون هم وحشت زده، رنگ پریده بیچاره اومد. خب دونست که دیگه حالا من تنهام دیگه. این 500 رو گذاشت، امضا کرد، دستاش میلرزید، رنگش رفته بود. یهو دید که خانم مدیره اونو برداشت. تا برداشت اشکاش ریخت. خانم مدیره رو از سر تا پا بوسید و تبریک گفت. حالا همه موندن که این با شوهر کی که ازدواج کرده. همه ما که اینا بودیم. وقتی اینا پول رو گرفت اومد همشون رو جمع کرد، گفت خاک به سرتون، گفتم که پول بدید نمازخونه درست کردیم ندادید، من مجبور شدم این کارو باتون بکنم. همه گفتم بابا نمازخونه چی، 500 تا چی، هزار دیگه میدیم، الحمدلله ما رو زهره ترک کردیم. فقط تو شریک زندگی ما نشد. شریک زندگی ما نشد. الان ببینید این افراد یا جامعه ما همینه. خب الان چی میشد که یکی از همین در مقابل مثلا مثالای بهتری هم داریم. در همین شهر به اصطلاح 4 تا از معلمات یک مدرسه، معلم خانم معلمای یک مدرسه، یه شوهر انتخاب کردند، هر 4 سالشون ازدواج کردند، بهترین ازدواج رو دارن، روزنامه هم براشون حرفشون رو نوشتن، نشر کردن. چرا ما نیاییم این تجارب موفق رو الگو قرار ندیم؟ چرا بیاییم تجارب منفی رو بزرگ کنیم و به اصطلاح کبکبه و دبدبه را بندازیم و به جای اینکه در حل مشکلات جامعه سهیم باشیم، سد راه مشکلات جامعه باشیم؟ حداقل اگر خودمون این جرأت رو نداریم، دیگران رو تشویق کنیم. مگه ما نمیخوایم مشکلات جامعه برطرف بشه؟ خب راه حلش چیه؟ ببینید ما متاسفانه چون که مسیر درست رو نرفتیم، اومدن مجموعه ای از شیادها، از ناموس فروشها اومدن و در جامعه ما یک نمیدونم یک فاجعه یا یک
روسپیگری رو رواج دادن، به اسم دین اسمش رو گذاشتن صیغه. حالا بیاییم همین صیغه رو از دیدگاه روانشناسی نگاه کنیم. آقایی که میره صیغه میکنه، خب ازدواج موقت میکنه، اسمش هم رو گذاشتن ازدواج موقت، خجالت هم نمیکشه. کسی که میاد روی این فحشا دچار این فحشا میشه. اگر ازدواج کرده است و زن داره، این هرگز در زندگی عاطفی و زندگی ازدواجش موفق نخواهد شد. چرا؟ چون که همیشه دنبال طعم دیگه است. هرگز از زندگیش لذت نمیبره، همیشه دچار اضطراب و وحشت هست، همیشه احساس میکنه که خائن هست، دزد هست، دزد از همسایه خودش میترسه و همیشه هم روی زن شک داره، چون که فکر میکنه که چون که من خیانت کردم حتما زنم هم خیانت میکنه. این چیز بسیار بسیار طبیعی است. یک قصه زیبایی میخوندن که آقایی در کشورهایی که به اصطلاح مردم میرن پیش کلیسا و کشیش و نمیدونم اونجا میرن اعتراف میکنن، خانم ها میرفتن اعتراف به خیانت میکردن، بعد بعضیا خجالت میکشیدن. کشیش اومد گفت که آقا خانم هایی که اعتراف به اصطلاح خیانت میکنن به جای این که بگن ما مرتکب فاحشه شدیم خیانت کردیم، بگن ما زمین خوردیم. من میفهمم. خب هی زنا می اومدن که من به این هفته 2 بار زمین خوردم، برای من به اصطلاح پول میداد به اون کشیش و کشیش هم مثل امامزاده هایی که خودمون داریم براش دعا میکرد و گناهاش به اصطلاح به تصور خودشون بخشیده میشد. این کشیش مرد، کشیش دیگه ای اومد، اون از این ماجرا خبر نداشت. هی زنا می اومدن که زمین خوردیم، هی زنا می اومدن که زمین خوردیم. این بنده خدا گفت که این چه خبره تو این شهر؟ رفت پیش شهردار که آقا شهردار، این به اصطلاح زنا زیاد زمین میخورن بیچارا، به هر حال پاشنه بلند میپوشند، شما یه لطفی کنین راه ها رو درست کن. شهردار که متوجه شد که کشیش خبر نداره زد زیر خنده که این کشیش اصلا تو باغ نیست. کشیش هم بهش برخورد که بابا من دارم نصیحتت میکنم، این شهره، باید به شهر برسی، جاده‌هاشو درست کنی. الان تو داری میخندی، ماه که نیست چاله چوله داشته باشه. خب تو داری میخندی. الان همین خانم خودت هفته ای نیست که 2-3 بار زمین نخوره. ای داده بیداد. ما در همچنین جامعه‌ای وقت قرار داریم، وقتی جامعه من نوعی نخوام به اصطلاح اصلاح کنم اینطوری میشه. این افرادی که زن دارن این مشکلشونه. افرادی که ازدواج نکردن وقتی میارن تو منجلاب ازدواج موقت به اصطلاح همون صیغه یا فحشا و روسبیگری مذهب فروشا میافتن، اینا هم هرگز به اصطلاح استقرار عاطفی پیدا نمیکنن، آرامش هرگز پیدا نمیکنن، چون شما کسایی که ازدواج نکردن یک قدرت ممانعت و کنترل خاصی دارن. وقتی که این قدرت رو و یا این کنترل رو از دست دادن، اون وقت دیگه نمیتونن تحمل کنن، از یک گل به گل دیگه، از یک شاخه به شاخه دیگه، و هر روز فکرشون همیشه در فکر این هستن که یک سوژه جدید پیدا کنن. همیشه هرگز آرامش نخواهند پیدا کرد و از نظر روحی روانی دچار تخلخل میشن، دچار یه نوع استرس های خاصی میشن، اکتئاب پیدا میکنن، بیمار هستن. یعنی افرادی که در این مسیر میرند نه زندگی با آرامش پیدا خواهند کرد و نه در زندگی آینده وقتی ازدواج خواهند کرد اونجا موفق میشن. یک انسانهای کاملا حالا بگیم یوزلس، یک انسانهای فاسد، یک انسانهایی که طعم سعادت رو نخواهند چشید به اصطلاح در جامعه متاسفانه ما داریم که این هم به اصطلاح از بهره ها و ثمره های این مذهب فروشان دروغگو و مزخرف هست. جناب دکتر اجازه بدید که برگردیم سراغ اصل موضوع و بحث رو جمع بکنیم درباره خب حل مشکلاتی که این قشر از جامعه ما دارن، یعنی مطلقه ها و بیوه ها. شما میفرمایید که پس بهترین راه حلی که برای حل مشکلات اینها میشه اشاره کرد بحث ازدواج هست. دقیقاً این بهترین سوژه هست که ما بتونیم اینها رو، مطلقه ها رو، بیوه ها رو براشون به اصطلاح همسر درستی انتخاب کنیم. حالا این بیوه تنها زن که نیست، مردم بیوه میشه وقتی که
همسرش به اصطلاح وفات میکنه. من قبلا هم این حکایت رو به اصطلاح برای بینندگان عزیز تعریف کردم که از مسجد بر اومدیم، گفته همینجور چند تا پیرمرد ایستاده بودن، پرسیدم فلانی کو؟ گفتن که فلانی بیماره تو بیمارستان. گفتیم پس بریم با هم عیادتش. این 3 پیرمرد رو من گذاشتم تو ماشین، رفتیم به طرف بیمارستان. در همین بگو مگو و به اصطلاح بخند و بگو ازشون پرسیدم. هر 3 تاشون خانماشون وفات کرده بود. یکی 20 سال پیش خانمش وفات کرده بود، یکی 4 سال پیش وفات کرده بود، یکی 4 سال پیش. من ازشون پرسیدم که شما چرا ازدواج نکردید؟ هر یکی میگفت که نوه داریم، بچه داریم، فلان داریم. دیگه همینجور حرف شد. هر 3 تاشون شروع کردن به گریه کردن. آخه ظلم نیست؟ این پیرمردی که بیچاره یا این خانمی که این مدتی رو در یک زندگی آرامشی زندگی کرده، الان بنا به دلایلی، حالا تقدیر خداوند بوده که شوهرش وفات کرده یا همسرش وفات کرده، الان ما بیاییم به خاطر اینی که من پسر میخوام ارث ببرم، من دختر این رو عیب میدونم، به خاطر بسیار خواسته های خودمون ما زندگی آرام خودمون رو داشته باشیم، بچه ها زندگی آرام خودمون رو داشته باشن، این پدر بیچاره باید بسوزه؟ این ظلم نیست؟ آخر عمری باید این بیچاره در یک نوع به اصطلاح سردرگمی زندگی کنه؟ یک قصه ای رو دکتر احمد خورشید، امجد خورشید تعریف کرد، استادی است بسیار نامدار و دعوتگر خوب. میگفت که در فلسطین آقایی 80 ساله 10 تا بچه داشت، خانمش وفات کرد. خب صحتش خوب بود، آدم درست، میخواد ازدواج بکنه. بچه‌هاش اومدن، خب بابا ما هستیم خدمتت میکنیم، دختراش اومدن ما نوکریتیم فلانی، فقط و فقط به خاطر اینکه نکنه این به اصطلاح پدر ما ازدواج کنه ارثش به کسای دیگه هم برسه. میذاری 80 سالشه 2 سال دیگه میمیره ارث شما ببری. خب پدر خودش تعریف میکنه هر تا 10 تا بچهش مردن با دست خودش دفنشون کرد، پدر هنوز موند. بعد از اینکه بچه‌هاش همه مردن ازدواج کرد، 120 سال عمر کرد، از این به اصطلاح ازدواج مجدد خداوند 10 تا بچه دیگه بشه. این موارد رو ما زندگی و مرگ دست خداست. بذاریم این بزرگسالایمون هم آروم بمیرن، آروم زندگی کنن. همونطور که شما میخواید آروم باشید در زندگی به اصطلاح زناشویی، خداوند آرامش قرار داده. لتسکنوا الیها گفته. حالا این لتسکنوا الیها رو چرا ما واسه خودمون میخوایم، واسه دیگران نخواهیم؟ چرا بهشون نرسیم؟ حالا این یه مورد است، این به اصطلاح بهترین سوژه است. خب الان اگر مهیا نبود، خانمه نمیخواد ازدواج کنه به خاطر به اصطلاح تربیت فرزنداش، فرصت پیش نمیاد، اینجاست که بیایید خانم‌های مطلقه یا بیوه بیاییم ببینیم این ما در یک امتحان و آزمایش الهی قرار داریم. صحنه زندگی صحنه آزمایش و الهی است. خداوند متعال میفرماید و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأه. اینا همه تقدیر الهی است. وقتی که تقدیر الهی است ما باید با این تقدیر بسازیم. چرا؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خداوند متعال میفرماید تا شما ناامید نشید، تا شما مغرور نشید به اون چیزی که خداوند به شما داده و ناامید نشید از اون چیزی که از دستتون رفت. خب تو الان ما داره زن دو مورد آزمایش امتحان الهی قرار گرفت، شوهرش طلاقش داد، شوهرش وفات کرد. حالا من چیکار باید بکنم؟ من باید با این وضع فعلی بسازم، در این وضع فعلی نشون بدم، به خودم نشون بدم که من مرد میدونم، من همون طوری که در زندگی زناشویی خودم رو حفظ کردم، عفیف بودم، دستم رو پیش کسی دراز نکردم، چشمم رو حفظ کردم، الان هم در این وضعیت فعلی من همین کار رو میکنم. من با تقوام، با پرهیزکاریم راه سعادت رو پیش میگیرم. خداوند متعال به من فرمول زندگی رو یاد داد و من یتق الله یجعل له مخرجا. اون کسی که تقوای الهی پیش میگیره خداوند براش راه گشایشی به وجود میاره. و یرزقه من حیث لا یحتسب. و اون رو از جایی که اصلا در گمانش نیست به اصطلاح رزق و روزی میده. ازدواج رزق و روزی هست، زندگی رزق و روزی هست. اینا رو تنها رزق و روزی مال نیست.
ازدواج رزق هست، احساس سعادت کردن رزق هست، چشم بینا رزق هست، گوش شنوا رزق هست، صحت و سلامتی رزق هست، اینی که بتونم خودم رو کنترل کنم، اینا همه رزق و روزی الهی هست. پس بیام با خودم بسازم، با خودم با وضعی که دارم به اصطلاح بسازم. به خصوص اگر فرزند داشتن، آینده تو همین فرزنداست. خانمایی که ازدواج کردن و به اصطلاح تأخیر میندازند بچه دار شدنش رو یا در پی بچه دار، اینو قبلا ما در میوه دل گفتیم. فرصتت هست تا میتونی برای خودت آینده بساز. این بچه‌هایی که میان روی اینا سرمایه گذاری کن. شوهر طلاق داد، نمیدونم وفات کرد، بچه‌هایی که داری، کسایی که بچه دارن، این بچه‌هاشون رو تربیت کنن، آیندهشون روی اینا سرمایه گذاری کنن. به هر حال با اون وضعی که هست بسازیم. تونستیم ازدواج مجدد کنیم، مبارکتون باشه، هدیه‌تون هم پیش آقای سلیمانی. نتونستید، حداقل این باشه که روز قیامت پیش خدامون شرمنده نشیم، سرمون رو بتونیم بالا بگیریم. خیلی ممنونم جناب دکتر. من هدیه‌ام پیشاپیش حالا بعد از صحبت‌های شما انشالله تقدیم میکنم خدمت کسانی که شما بهشون قول دادید و یک دقیقه دو دقیقه اگر صحبت پایانیتون رو با بینندگان عزیز داشته باشید ممنون میشم. در آخر در جامعه های ما متاسفانه بعضی از رسومات جاهلی هست که مثلا جایی شوهر وفات کرد، این دختر فامیل ماست، تا کسی حق نداره با این ازدواج کنه چون که از فامیل ماست، یا باید نمیدونم برادر شوهر اون رو بگیره. این عادات و رسوم جاهلانه رو از جامعه‌مون دور کنیم. این دختر تا وقتی که در عقد پسر شما بود دختر فامیل شما بود. الان که در عقد پسر شما نیست باید شما روحیه یک پدر بودن رو داشته باشید. همه این فامیل در فکر ازدواجش باشید، در فکر عفتش باشید، در فکر به اصطلاح سعادتش در دنیا و آخرت باشید. نه اینی که بیایید سد راهش بشید، نه اینی که فکر کنید ازدواج مجدد براش عیب هست یا برای فامیل شما عیب هست. این مفاهیم برداشت های زشتی که تو جامعه هست، این تصورات غلط رو، اینا رو بیاییم از جامعهمون پاک کنیم تا بتونیم یک جامعه سالمی رو داشته باشیم. یک جامعه، ببینید عزیزان، ما همه در مسیر رفتن به قبر هستیم. امروز نمردیم فردا میمیریم. چیزی که تو قبر دستمون رو میگیره اون اعمال صالحه ماست. این چرندیاتی که بعضی به خوردمون میدن که نمیدونم بریم پیش امامزاده فلان و بریم نمیدونم پیش قبر فلان، این چرندیات رو بذاریم کنار. بیاییم با خودمون رو راست باشیم، با خدامون رو راست باشیم. بیاییم برای آیندهمون، برای قیامتمون هم فکری بکنیم. وقتی که چقدر من در مسیر صلاح و ساختن جامعه کوشا باشم، به همین اندازه نزد خدام ارزش دارم و اجر دارم و انشالله هممون در زندگی دنیا و آخرتمون خوشبخت و با سعادت باشیم. و از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید هم کمال سپاس رو از همه شما دارم و از اینکه شبکه جهانی وصال حق و جناب استاد سلیمانی این فرصت رو دادن تا در خدمت شما باشم و بر من منت نهادن. از همشون کمال سپاس و تشکر رو دارم. خیلی ممنونم جناب دکتر. ادای وظیفه بود، استفاده کردیم از صحبت‌های شما و جا داره که من در پایان برنامه و بر تأکید صحبت‌ها و فرمایشات جناب دکتر و اینکه خلاصه بکنیم موضوع بحث رو، این موضوع رو اشاره بکنم که به هر حال گره این مشکل به دست خود ماست در جامعه و اینکه تصورات غلط رو نسبت به این موضوع اول باید کنار بگذاریم و دوم اینکه یکم این صدر رو خواهران باید بیشتر بکنن تا این گره و مشکلی که بین خود خواهراست بیشتر دست خود خواهراست. باز گره مشکل خواهران دیگری که ازدواج کردن یکم صدرشون و تحملشون رو بیشتر بکنن و دیدمون نسبت به دنیا فقط زندگی خودمون نباشه، دیدمون همیشه نسبت به آخرت باشه و اینکه چگونه پیش الله تعالی میتونیم پرونده بهتری داشته باشیم. در کلام الله مجید هم ما وقتی که در آیات کلام الله مجید دنبال دو مقوله طلاق و بیوه شدن بگردیم، اونجایی که الله تعالی درباره این دو موضوع صحبت میکنه، دو بخش از کلام الله مجید بیشتر چشم نوازی میکنه. یکی آیات 228
8 تا 240 سوره مبارکه بقره است که درباره طلاق صحبت میکنه. آیت 228 اگر عزیزان مراجعه بکنید به قرآن کریم میبینید که بحث طلاق شروع میشه. همون صفحه رو ورق بزنید، صفحه بعدش باز درباره بحث طلاق است. صفحه 37 بقره باز صفحه 38 درباره طلاق هست. آیه 234 درباره وفات صحبت میکنه و اینکه خانومی که شوهرش از دنیا رفته باز همون صفحه رو ورق بزنید. صفحه بعد هم باز آیات تا 240 ادامه داره درباره طلاق. جالبه که در میان این آیات طلاق و وفات برای خواهران یک آیه عجیب، آیه 238 گنجانده شده: حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین. قبلش هم درباره طلاق و فوت شوهر، بعدش هم همچنان درباره طلاق موضوع. در میان آیات طلاق الله تعالی امر میکنه و تاکید میکنه نسبت به محافظت به نماز، پایبند بودن به عبادت، ارتباط با الله تعالی. الله تعالی بیشتر از هر کسی بنده خودش رو دوست داره. این خطاب توصیه من نسبت به خواهرانی است که احیانا طلاق گرفتن و اینکه شوهرشون از دنیا رفت. و جالب‌تر اینه که در سوره مبارکه طلاق هم اگر باز نگاه بکنیم، آیاتی که جناب دکتر هم بارها بهش اشاره کردن، سوره طلاق 2 صفحه بیشتر نیست در قرآن کریم، اما آیاتی در سوره طلاق جایگزین شده، جایی داده شده که خیلی عجیبه. آیه 1 آیه 2 درباره طلاق و احکام طلاق صحبت میکنه. در پایان آیه 2 الله تعالی میفرماید که و من یتق الله یجعل له مخرجا. ای کسی که طلاق گرفتی، اگر تقوا پیشه کنی، الله تعالی برای تو راه برون رفته از مشکلت رو پیدا میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. توکل تو بکن به الله تعالی. اگه اشتباهی کردی، اگه زندگیت خوب نبوده، سعی کن تقوا پیشه کنی، اصلاح کنی خودت. الله تعالی از جای به تو رزق بده که از هرگز گمانش رو هم نمیکنه. و یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. البته و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که به الله تعالی توکل بکنه، الله براش کافیه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدر. الله تعالی خودش امر خودش رو بهتر میدونه و برای هر چیزی زمانی مقدر کرده. اگر این دو موضوع مد نظرمون باشه که الله تعالی در خلال سوره طلاق و آیاتی که مرتبط به طلاقه داره امر میکنه به عبادت، به تقوا، به توکل و خودسازی، تا به همه اون عزیزانی که درد دیدن و زخم دیدن از موضوع طلاق یا وفات همسرشون یادآوری بکنه که زندگی برای شما هنوز پایان نرسیده و هدف از زندگی عبادت الله تعالی است. و اگر توکل بکنید به الله تعالی، چه بسا که الله تعالی بعد از این موقعیت بهتری رو هم برای شما فراهم بکنه از موقعیت اولی که داشتید. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم والله یعلم و انتم لا تعلمون. چه بسیار مواردی هستند که شما نمیپسندید به نفع شماست و چه موارد زیادی هستند که میپسندید اما به ضرر شماست. این که چی به نفع شماست و یا چی به ضرر شماست الله بهتر میدونه و شما نمیدونید. تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. یک تشکر ویژه از برادران عزیزمون در اتاق کنترل، رفیع جان و احمد و محمد و عبدالله فرید عزیز. و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم و از الله متعال خواهانیم که پدران و مادران، خواهران و برادران و فرزندان و همسران و اساتید و شاگردان، دوستان و آشنایان، اقوام و خویشاوندان ما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده. بگید آمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.